أدري لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال و با سلام و درود بر حضرت محمد مصطفی برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته باشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که در هر کجا که هستین همیشه در پناه الله باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که ایشون هم بعد از یک سفر موقتی که داشتن و غیبتی که داشتن الحمدلله دوباره بازگشتن و خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بفرمایید. من خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی هستم. البته من اگر مسافرت بودم شما خلف صالح بودید در اینجا برنامه الحمدلله ادامه داشتیم. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. جناب مولانا طبق معمول از سوالای SMS یا همین پیام هایی که بینندگان فرستادن برنامه رو آغاز میکنیم. بیننده پرسیدن تفاوت بین نحوه خواندن نماز زن و مرد آیا وجود دارد یا خیر؟ بفرمایید. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در شریعت اسلامی که اصلی وجود دارد در باب اصول فقه که خطابی که از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم به امت هست، ولو این که این خطاب به صورت مذکر باشد، این خطاب شامل مرد و زن هست. یعنی تمامی خطابهای شرعی و تمامی دستورات شرعی ولو اینکه با صیغه مذکر باشد هم مردان را در بر میگیرد و هم زنان را، مگر اینکه دلیل صحیح و قوی باشد برای تفاوت مرد و زن در هر زمینی از زمینه‌های احکام شرعی. در مورد نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم اونگونه که مالک ابن حویرث رضی الله تعالی عنه نقل می‌کند، ایشان می‌فرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما مانند من نماز بخوانید. این یک امری هست از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم که هم مورد خطابش مردان هستند و هم زنان. باید همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز می‌خواندند، ما هم باید مرد و زن با کیفیت رسول الله و با همان هیئت و شکلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز می‌خواندند، همه ما مرد و زن باید اون گونه نماز بخوانیم. در مورد تفاوت کیفیت نماز مرد با زن یا زن با مرد، هیچ گونه حدیث صحیحی و توصیه‌ای از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده. در کتب صحیح چنین روایتی ذکر نشده، نه صحیح بخاری هست، نه صحیح مسلم هست و نه حتی در سنن اربعه هم تفاوت‌هایی که روایت‌های صحیحی که چنین در واقع تفاوتی رو بیانگر باشند چنین روایاتی ذکر نشده. منتها فقط برخی از فقها بودند که در طول تاریخ یک سری اقوالی رو دارند و گفتند که زن باید در هنگام سجده مثلا خودش را به زمین بچسباند یا دستهایش را روی زمین بگذارد یا شکمش را بر روی پاهای خودش بگذارد در هنگام سجده جمع‌تر بشود یا در حالت رکوع زیاد خودش را خم نکند. اینها تمام استنباطات و اجتهادات فقها هستند و هیچ گونه مستند صحیحی، اینو عرض می‌کنم که مستند صحیح
صحیحی از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یا از عمل امهات المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و دیگر اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه وجود ندارد، گرچه عمل صحابه در اینجا معیار اصلی نیست، بلکه معیار اصلی و حجت همون قول و فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. در این زمینه چند مورد روایت هایی وجود دارد که امام بیهقی رحمت الله علیه در سنن بیهقی خودش این روایات رو آورده و ذکر کرده، منتها این روایات ضعیفی هستند. تمامی روایاتی که بیانگر تفاوت بین نماز مرد و زن هست، این روایات ضعیفی هستند یا روایات منکری هستند یا روایات مرسلی هستند که تمام در مجموعه و در ضمن و زیر مجموعه روایات ضعیف قرار می گیرند. به طور مثال روایتی هست در سنن بیهقی از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه ذکر شده که در اون یک مقطعی هست و یک جمله‌ای هست که کان یأمر النساء ان ينخفضن فی سجودهن و از این قبیل مفهومی رو دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میدادند که زنان در سجده خودشان را پایینتر بگیرند، یعنی به زمین بچسبند. اما خود امام بیهقی وقتی که این روایت را ذکر کرده در سنن بیهقی در آخرش نوشته هذا حدیث منکر، این روایت منکری هست، قابل قبول نیست. این روایت اول هست. روایت دیگری هست باز هم در سنن بیهقی هست از ابو مطیع بلخی هست که از با سند خودش از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نقلش کرده که این روایت هم ضعیفه، زیرا که خود ابو مطیع بلخی به استناد از اقوال ابن معین و دیگران یک فرد ضعیفی بوده و روایتش نمیتواند یک حکم شرعی رو ثابت بکند که برخلاف روایات صحیح باشد. یک روایت دیگری هست که روایت مرسلی هست، یزید ابن ابی حبیب اینو روایت کرده که یزید ابن ابی حبیب جز اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، یک تابعی هست و وقتی که این از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل می کند که مثلا که رسول الله صلی الله علیه و سلم تفاوتی رو قائل شده باشند در میان مرد و زن در کیفیت نمازشون، این روایت مرسلی هست. روایت مرسل هست، یعنی از کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیده مستقیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند. یعنی در این وسط افرادی هستند که معلوم نیست چه کسانی بودند و از چه کسی روایت کرده و حدیث مرسل اساسا جز روایات ضعیف هست، نمیشود به آن استناد کرد. اضافه بر این وقتی که برمیگردیم به آثار صحابه و عملکرد صحابه میبینیم که افرادی بودن در میان صحابه که در واقع مانند ام دردا همسر ابو دردا رضی الله تعالی عنه که در واقع ایشون 2 تا همسر داشتن، این همسر کوچکشون هست که بنابر ترجیح بعضی از محدثین ایشون صحابی نبودن بلکه تابعین بودن و امام بخاری رحمت الله علیه این نقل قول رو در کتاب خودش آورده به صورت معلق که ایشون مانند مردها نماز میخوند. ام دردا همسر صحابی بزرگوار ابو دردا رضی الله تعالی عنه ایشون مانند مردان نماز میخوند و امام بخاری و در آخرش و کانت فقیهتن، ایشون فقیه بودند و مانند مردان نماز میخوندند. پس بنابراین از نظر دلیلی و از نظر استدلال هیچ موردی ما نداریم که مستند صحیح قرار بگیرد برای بیان تفاوت نماز مرد و زن، بلکه اصل در این است که نماز مرد و زن هیچ گونه تفاوتی با هم دیگر ندارد، در هیچ روایت صحیحی نقل نشده و نظر فقهایی که این مطلب را گفتند بنابراین چون که روایاتی که استناد کردن ضعیف هستند این نظرشون قابل قبول نیست و نماز مرد و زن همون گونه که در مقطع و فیلمی که در شبکه وصال حق تهیه شده دقیقاً کیفیت نماز مرد و زن هر دوتا همین یکی هست و هیچ تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. جزاکم الله خیر. چون بیننده هم نسبت به اون فیلمی که گفتن این سوالا رو مطرح کرده و سوال بعدی گفتن که من شیعه هستم، همیشه به همون آموزش دادن که زمان نماز خواندن باید دست‌هایمان به صورت باز کنار بدن قرار بگیرند. آیا با دست باز نماز خواندن نماز باطل است؟ بستن دستها در نماز به اتفاق تمام اهل سنت و الجماعت جز سنت های نماز هست.
درست. یعنی جزء آداب و سنن نماز هست و اگر کسی چه عمدن یا سهوا این دسته ها را در واقع نبندد و دستهاش را آویزان بکند، چه عمدی باشد یا غیر عمدی باشد، نمازش کاملا صحیح است و هیچ گونه اشکالی در نماز ایشان به وجود نمیاد، زیرا که بستن دست جزء فرایض یا جزء واجبات و ارکان نماز نیست و فقط جزء سنت ها هست. اگر انسان توانایی دارد در محیطی هست که میتواند این سنت را انجام بدهد، فبها و اولا، این سبب می شود که نماز شما صحیح تر باشد، دقیق تر باشد، ثواب بیشتری رو داشته باشد. و اگر در جامعه ای هستی و در محیطی هستید که بستن دست برای شما مشکل ایجاد می کند، هیچ گونه اشکالی ندارد، اگر دست باز هم نماز بخونند نمازشون کاملا صحیح هست و اعاده نماز بر اونها لازم نیست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی خود بیننده این است، گفتن که در مدرسه به همون یاد داده بودن که زن باید موقع سجده دستهایش تا آرنج به زمین بچسبد، آیا صحیح هست یا خیر؟ این در واقع در ضمن اون توضیحاتی هست که من قبلا عرض کردم. در این زمینه روایت صحیح داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که به صورت کلی ایشان نهی کردند که از مشابهت هایی که با حیوانات باشد در حالت نماز، مثلا مانند نوک زدن، مانند خروس، یا نشستن مانند اکرمکم الله سگ، یا خود رو پهن کردن، یا حتی ان یبسط احدکم کما یبسط الکلب اومده، یعنی دسته های خودتان را در هنگام سجده پهن نکنید مانند سگ ها وقتی که می نشینند. یعنی این قسمت ساعد نباید بر روی زمین گذاشته بشود، این باید به صورت عمودی باشد، بلند باشد و این رو بر روی زمین نباید گذاشت. و در این حکم مرد و زن با هم دیگر یکی هستند و هیچ تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. هم مرد و هم زن در هنگام سجده باید دسته ها را روی زمین بگذارند و این قسمت ساعدشون و بازوشون باید به صورت کاملا از روی زمین هم جدا باشد و از پهلوشون هم باید فاصله بگیرد، هم از پهلو و هم از ران پا و هم از زمین باید فاصله داشته به صورت عمودی در واقع این قرار بگیرد. گذاشتن دست بر روی زمین، این قسمت دست بر روی زمین جزء اشتباهاتی است که متاسفانه بسیاری از مردم مرتکب میشوند و در این زمینه تفاوتی در میان مرد و زن وجود ندارد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی این است که در سجده ذکر شده که 7 قسمت بدن باید با زمین بخورد، آیا سجده بر مهر نماز را باطل می کند؟ بله، این روایت صحیح است از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند امر رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یسجد علی 7 اعظم، یا در برخی از روایات آرابن آمده، یعنی بر 7 عضو باید سجده بکنند. و در توضیح این 7 عضو گفتند که دسته ها، زانوها و پنجه پا و چهره که اهم از پیشانی و در واقع بینی هست. و اگر یک فردی سجده بکند به صورتی که یکی از این اعضا به صورت کلی از ابتدای سجده تا انتهای سجده بر روی زمین نباشد، این نمازش درست نیست، این سجده صحیحی در واقع نیست و دوباره باید این سجده را اعاده بکند. منتها اگر بر روی مهر سجده بکند، گرچه سجده کردن بر روی مهر این جزء بدعت هایی هست که شیعه ها اینو ایجاد کردن. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نه حادثه کربلایی رخ داده بوده و نه تبرکی به کربلا بوده و نه فضیلتی برای کربلا بیان شده بوده که صحابه بخوان مثلا از خاک کربلا مهر درست بکنن و بر اون سجده بکنن. سجده کردن بر مهر جزء بدعت های قبیحی هست که متاسفانه در میان شیعه رواج دارد. منتها به صورت یک حکم فقهی من اینو عرض میکنم، کسی که بر روی مهر سجده بکنن نمازش باطل نیست، نمازش باطل نیست، زیرا که عملا صورتش بر روی زمین هست، چه بر خود زمین باشد، چه بر روی مصلی یا جا نماز و فرشی باشد، یا بر روی سنگریزه یا مهری باشد. به هر صورت این در واقع سرش رو بر روی زمین گذاشته، این مفسده و مبطل نماز نیست، نمازش صحیح هست. منتها این عملی که انجام بدن یک عمل بدعت و ناروا و بی اساسی هست که در شریعت اسلامی هیچ گونه اصلی رو نداره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتم من در حال مطالعه قرآن شریف بودم، متوجه شدم که چند برگ صفحه از قرآن اشتباه جاگذاری شده بود. همان صفحه ها را با تیغ بریده و با چسب درست کردم. آیا اینکه قرآن را با تیغ بریدم و جابجا کردم درست کردم کار درستی انجام دادم یا نه؟
در صورتی اگر چنین اتفاقی بیفتد که از نظر صحافی صفحه ها مثلا تقدیم و تأخیر باشند، ترتیب صفحات درست نباشد، هیچ گونه اشکالی ندارد که اون قسمت را، اون برگه را پاره بکنند، چه با تیغ باشد یا با قیچی باشد یا با دست خطکش پاره بکنند و در اون شماره ردیف اصلی که هست قرار بدن. هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد و گناهی رو ندارد، بلکه ثواب هم دارد که در واقع ترتیب صفحات رو به همون ترتیبی که باید باشد قرار داد. درست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن دیدن سریال مختارنامه آیا اشکالی دارد یا نه؟ به صورت کلی ما میدونیم که در مختارنامه یا تمامی فیلم هایی که توسط شیعه ساخته می شود و سریال هایی که ساخته می شود به صورت کلی حقایق تاریخی رو وارونه جلوه دادند و چه بسا که در واقع یک سری توهین هایی به مقام شامخ اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وجود داشته باشد که قطعا وجود دارد. پس بنابراین به خاطر حفظ عقیده من توصیه نمی کنم خصوصا برای کسانی که اهل نقد نیستند، اهل علم نیستند، از جریانات تاریخی اطلاع ندارند یا دسترسی به علما ندارند، نمی توانند که واقعیت را دریافت بکنند، من توصیه نمی کنم که به چنین سریال هایی رو در واقع تماشا بکنند. جزاکم الله خیر. سوال بعدی این از گفتن من قبلا ازدواج کردم 4 ماهی میشه که طلاق گرفتم. یعنی خواهر این سوال کردن گفتن و چون که خانواده شوهرشون باهاشون خوب نبودن، طوری که رو اخلاق شوهرشون هم تاثیر گذاشته بود. الان از اون روز تا حالا که طلاق گرفته، شوهر قبلیشون که طلاق گرفته بود داره براش مزاحمت ایجاد میکنه و پشیمان شده و اونم میگه من بهش گفتم که چون در حقم ظلم کردن من راضی نیستم و سوالش این است که آیا آه این زن یتیمی که در حق ظلم کرده دامن آنها رو میگیره یا نه؟ به صورت کلی در چنین موارد انسان در زندگی زناشویی و زندگی مشترک باید از خودگذشتگی و عفو و بخشش باید کار بگیرد و از خطاهای یکدیگر درگذرند. و منتها اگر در صورتی تصور بکنیم که واقعا ظلمی صورت گرفته، حق کشی اگر واقعا شده باشد، در این زمینه قطعا الله متعال به هیچ عنوان دعای مظلوم را بی پاسخ و بی جواب نخواهد گذاشت. و زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ را فرستادند به طرف یمن به عنوان مبلغ و نماینده رسول الله صلی الله علیه وسلم، به ایشون یک توصیه کردند و اون توصیه این بود که واتق دعوة المظلوم فانها لیس بینها و بین الله حجاب. از دعای مظلوم و از آه و نفرین مظلوم بترس، زیرا که در میان دعای مظلوم و در میان الله متعال هیچ گونه فاصله و هیچ گونه پرده و حجابی در واقع وجود ندارد. و در روایت دیگری هم اومده از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در سنن ترمذی که شیخ البانی رحمت الله علیه اونو تصحیح کرده که ثلاثه لا ترد دعوتهم، دعای 3 نفر در واقع رد نمیشوند. یکی روزدار هست تا زمانی که افطار بکند و نفر دوم امام عادل هست، یعنی پیشوا و حاکم و رهبری که اهل داد و عدل باشد، و سومی و دعوت المظلوم، و دعوت مظلوم یعنی دعای مظلوم، کسی که مظلوم هست و دعا میکند. در روایت اومده که الله متعال این دعا را به آسمان ها میبرد، بر فراز ابرها و درهای آسمان برای این دعا باز میشود و یقول الرب و عزتی لانصرنک ولو بعد حین. الله متعال در جواب این دعای مظلوم میگوید که به عزت و جبروتم قسم و سوگند که من تو را یاری میکنم ولو بعد حین، گرچه سر فرصت باشد، بعد از یک در واقع مهلتی باشد. الله متعال مهلت میدهد اما اهمال نمی کند، مهمل نمیگذارد و الله متعال حق هیچ مظلومی را به هیچ عنوان بر هیچ ظالمی نمی بخشد و قطعا الله متعال عادل هست و حق مظلومان رو از ظالمین حتما خواهد گرفت. و اگر واقعا در حق ایشان ظلم و ستمی روا داشته شده، قطعا الله متعال این حق ایشان رو چه در دنیا یا در آخرت به ایشان خواهد رساند. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که سوالهای صوتی پیام بینندگان را پخش کنند. با عرض سلام، خسته نباشید به شبکه وصال هست. ببخشید من یه موحد هستم، از اصفهان زنگ میزنم. میخواستم ببینم منی که الان 35 سالمه، فعلا در حال حاضر 40-50 میلیون پول نقد هستمه،
میخواستم ببینم این زکات دارد یا ندارد. وقت زکاتم خواستم بدم به اونجا که موحد که من نمیشناسم به مشرک با مشرک فقیرم بدم طوریه یا نه؟ میشه راهنمایی کنید اینجا به چه جور فقیری من باید؟ اینجا فقیر من میشناسم ولی مشرکم. خیلی ممنون از زحمت‌های که تو این شبکه میکشید. خداوند اجرتون بده. خدا حافظ. باشین محمد بیننده عزیز، تشکر میکنیم و بفرمایید جناب. در مورد زکات در شریعت اسلامی تنها حقی که به عنوان حق واجب بر مال مسلمان هست حق زکات هست. یعنی زکات یک عبادت مالی هست که بر مسلمانان به تصریح ده‌ها آیه قرآن و ده‌ها حدیث از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و اجماع مسلمانان ثابت شده و یکی از اصول و ارکان اصلی دین مبین اسلام هست. حقی به عنوان خمس که 20% مال مسلمانان را در واقع بگیرند، چون این حقی در هیچ جای قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده و جز احکام اسلامی نیست. و زکات هم یک شرایط خاصی رو دارد. اگر این شرایط فراهم شده باشند در این صورت در مال مسلمان زکات هست و در غیر این صورت حتی زکاتی بر مال مسلمان تعلق نمیگیرند. دو شرط اساسی هستند به اضافه شرط اهلیتی که در واقع وجود دارد و شرط اول این است که این مال به اندازه نصاب برسد. به اندازه نصاب باید برسد. یعنی قیمت مالی که شما دارید، مبلغ پولی که در شما در اختیار دارید مساوی باشد با 20 مثقال طلا. 20 مثقال طلا رو امروزه برن در بازار قیمت بگیرند که چه مقدار هست. اگر پولی به این مقدار رسیده یا از این مقدار بالاتر هست زکات بر اون واجب هست. درست. اگر به بهای 20 مثقال یا 85 گرم طلای 24 عیار برسد در این صورت زکاتی بر این پول لازم می شود. اگر کمتر از این باشد زکاتی به اون مال در واقع تعلق نمیگیرد. این شرط اول هست. و شرط دوم که 1 سال کامل از ملکیتش گذشته باشد. 1 سال کامل بله مال در اختیار شما باشد، در حساب شما باشد، پیش شما باشد، یا شما در بانک گذاشته باشید یا پیش کسی امانت گذاشته باشید یا به کسی قرض داده باشید. به هر صورت این مبلغ و این مال از آن شما هست، ملکیتش برای شما ثابت هست و هیچ کسی دعوایی بر این مال در این مورد با شما ندارد. و از روزی که این مال در اختیار شما قرار گرفته و از روزی که به مقدار نصاب رسیده، از روزی که به مقدار نصاب رسیده، فرض کن الان شما مثلا 5 میلیون دارید، این از الان شروع نمی شود مال زکات شما 1 سال شما. از زمانی که این پول شما به اندازه 20 مثقال طلا برسد، من نمیدونم تقریبا شاید دوربر 12-13 میلیون باشد، از اون روزی که این پول شما به این مبلغ رسید از اون لحظه به بعد سال شما شروع می شود. یعنی فرض کنیم که از امروز این مبلغ در حساب شما به اندازه نصاب رسیده، پولی که شما الان امروزه جمع کردید، فرض کنید با حقوق این ماه گرفتید و پس اندازش کردید، مبلغی که در حساب شما هست مساوی هست با 85 گرم طلای 24 عیار. از امروز سال شما شروع می شود. 1 سال کامل، 1 سال قمری که بگذرد بر این مال شما زکات هست. کمتر از 1 سال گذشته باشد زکاتی بر این مال نیست. اگر پولی رو که شما در اختیار دارید فرض کنید کمتر از قیمت 20 مثقال طلا هست، ولی اینکه 10 سال هم بر آن بگذرد زکاتی بر اون لازم نیست. فقط در صورتی زکات لازم می شود که قیمت این سرمایه‌ای که شما دارید مساوی باشد با 20 مثقال یا 85 گرم طلای 24 عیار و 1 سال کامل بر اون گذشته باشد. و مقدار لازم زکات هم 2.5% هست. 2.5% یا به زبان عامیانه 41، یعنی کل سرمایه‌تون بعد از این که به نصاب رسید مساوی شد با قیمت 20 مثقال طلا، اینو تقسیم بر 40 بکنید، 1 قسمتش رو به عنوان زکات در واقع باید پرداخت بکنید. و مصارف زکات فقرا هستند، مساکین هستند، کسانی هستند که مدیون هستند، فی سبیل الله هستند، در راه الله متعال در واقع جهاد میکنند، زندانی هستند. اینا تمام جز افرادی هستند که مشمول این حکم هستند و شما می توانید که این زکات خودتان را 2.5% مال خودتان را به این افراد بدهید. اما بحث این که آیا در جایی که فرض کنیم که همه مشرک باشند،
بالفرض که افرادی که مشرک باشند یک موحد واقعی در واقع وجود نداشته باشد. انسان باید سعی بکند بنابر فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم که لا یاکل طعامک الا تقی، مواظب باشید که غذای شما را فقط پرهیزگاران بخورند. یعنی این گونه نشود که شما انسانهای فاسدی رو، فاسق و فاجری رو تغذیه بکنید، بهشون آب و غذا بدهید و این در واقع یک نوع تشویقی باشد برای گناه. از این تواناییشون، از این سیری خودشون میروند در جایی استفاده میکنند که در واقع گناهی رو مرتکب بشن. اون کسانی که از این سلامتی خودشون، از غذایی که خوردند، از این تغذیه کردند، اینو در عبادت الله متعال سپری میکنند، برای اونها در واقع غذا بدهید. سعی بکنید که حتما انسانهای موحدی رو که واقعا موحد باشند اونها رو پیدا بکنید و این پول در واقع به اونها بدهید. لازم نیست که حتما در شهری که شما هستید چون این فقیری پیدا بشود. اگر واقعا در شهر شما فقیری که اهل تقوا باشد، اهل توحید و موحد باشد وجود نداشته باشد، شما این 2.5% مال خودتان را جدا بکنید، این رو جداگانه بگذارید و تا روزی که مثلا یک فقیری رو در شهر خودتون بتونید پیدا بکنید یا در جای دیگری، یک مؤسسه خیریه‌ای باشد، یک مدرسه دینی باشد یا کسی که نیازمند هست، یک بیماری نیازی داشته باشد، شما میتونید که به این طریق این مال رو در واقع به مستحقین اصلیشون برسانید. درست. جزاکم الله خیر. پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنید. سلام، من هسلندن صحبت میکنم. من میخوایم درباره یک چیز بفهم که کسی که جادو شده باشه، تعویض شده باشه و اینا میفهم که گناه داره، پیش ملا بریم تعویض بگیریم، شایست بگیریم، چی بگیریم، مگر هیچ چی کار کنیم که من تعویض جادو از سر من رد شود. من نمیخوایم که برم خدا گناهگار کنم پیش ملا تعویض جادو بگیرم. میگن که برو پیش ملا شایست بگی، تعویض بگی، مگر من خودم عقیده ندارم دم تعویض شایست تو چیزا، برای ملا هم حتی عقیده ندارم. من نمیفهم که من چی کنم، لطفا مرا کمک کنید. اول از خدا، دوم از شما کمک میخوایم. پروگرام هایتان میبینم همیشه موفق باشین، لطفا مرا کمک کنید. درست است. خداحافظ. خدا کنه پیام ما بگیرید. تشکر میکنیم از این خواهر گرامی. جناب الله راه حل چیست برای این قضیه؟ واقعا یعنی افراد شیادی که در این زمینه وجود دارند، اعتقاد و توحید مردم را خراب کردن، همون گونه که این خواهر گرامی فرمودند، به هیچ عنوان انسان نباید سراغ چنین انسانهایی برود. این انسانهای شیاد هم دین شما را و عقیده شما را از شما میگیرند و هم مال شما را به تاراج میبرند. برای اینکه شما از تاثیرات سحر و جادو و تعویض و چشم زخم در واقع محفوظ بمانید، بهترین راهش پایبندی به احکام شرعی هست. همین که شما نماز خودتان را سر وقت میخونید، روزه خودتان را میگیرید و قرآن را تلاوت میکنید، این بزرگترین حرز هست و بزرگترین حصن و در واقع نگهبان شما هست در مقابل تمامی بلاها و اثرات سوء سحر و جادو و تعویضی که در حق شما بالفرض که شده باشد. و در این زمینه اوراد صبح و شام، اذکار صبح و شام بسیار مهم هست و بسیار ضروری هست و تأثیر بسیار مهمی را دارد. به طور مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی که قل هو الله احد را، سوره قل هو الله احد را، یا این که و همچنین سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، معوذتین را، و در کنار آن آیت الکرسی رو هر صبح و شام بخواند، هر صبح و شام، یعنی بعد از نماز صبح را که شما خوندید، در ضمن اذکار شما قل هو الله احد 3 مرتبه، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبه و قل اعوذ برب الناس 3 مرتبه و آیت الکرسی 1 مرتبه، این رو بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب بخواند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی که بعد از نماز صبح این رو بخواند، اینها در واقع یک حرز و امانی هستند برای این شخص تا وقت غروب. اگر بعد از غروب بخواند، این یک حرز و امانی هست تا وقتی که آفتاب در واقع و فجر بدمد. پس بنابراین بهترین راه برای حفاظت ماندن از شر اشرار و از شر تعویض و سحر و جادو و چشم زخم این است که این اذکار را همیشه بخوانیم و دعا بکنیم در کنار این از درگاه الله متعال بخوایم که ما را از شر ظالمان و از شر اشرار حفظ بکند. این 3 سوره رو که عرض کردم در کنار آیت الکرسی، اینها بسیار مفید هستند. انشاءالله اگر شما این رو جز اوراد خودتون قرار بدید، امیدوار هستیم که الله متعال شما را از شر اشرار در واقع حفاظت بکند انشاءالله. جزاکم الله خیر. کارگردان گرامی لطفاً پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنید. بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده ابراهیم هستم از تراوان. میخواستم در مورد تعویض سوال بکنم که آیا دادن تعویض صحت داره یا خیر. میدانم از خود پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که ثبوت نیست، چون پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم امی هستند، اما از اصحاب کرام و شاگردان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، از اصحاب پیغمبر، از تابعین و از اهل بیت پیغمبر آیا دادن تعویض ثبوتی داره یا خیر؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. ما بیان تشکر میکنیم. بازم در مورد تعویض هست که اینم جالب شده، همون قضیه تعویض شرعی آیا وجود داره یا نه؟ به صورت کلی ببین تعویض از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. درست. که نه ایشون که تعویض رو بنویسند یا حداقل میتونستند به کسی دیگر. حضرت علی رضی الله تعالی این توجیهی که این بیننده میفرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم امی بودند نمیتوانستند بنویسند، این توجیه درستی نیست. زیرا میتونستند که حضرت علی بود، حضرت عمر بود، ابوبکر بود، دیگر افرادی بودند که سواد داشتند، میتونستند بگند که به طور مثال یک تعویض بنویسید بر گردن در واقع یکی آویزان بکنن، بر دست کسی ببندن. معمولا بچه دور گردن بچه آویزان میکنن. بله. خب این نبوده در حضرت حسن بوده. هیچ چیزی در این زمینه وجود ندارد. نه رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه ابوبکر، نه عمر، نه عثمان، نه علی، خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم اجمعین و عشره مبشره اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این کاری رو انجام ندادند که تعویضی رو بنویسند، اهم از این که از آیات قرآن باشد یا از غیر آیات قرآن باشد. به هیچ عنوان تعویضی رو ننوشتند و بر سر و صورت و دست کسی آویزان نکردند، حتی بر خودشون همچنین چیزی رو آویزان نکردند. این به صورت کلی هیچ گونه اصلی از در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و در عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم از این نیست. و این رو عرض میکنم که بالفرض این که تابعین این کار رو کرده باشند، بالفرض این که ثابت شده باشد که تابعین این کار رو کرده باشند، این بازم برای ما دلیل و مدرک نیست. دلیل و مدرک برای مسلمانان صرفاً فقط و فقط قرآن کریم هست و احادیث رسول الله و عمل کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم. تعویض نه از قرآن ثابت هست و نه از گفتار رسول الله و نه از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون این چیزی ثابت نیست. و از دیدگاه علما در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی رو وجود دارد. حتی علمایی که گفتن جایز هست، این عرض میکنه، حتی اون دسته از علما که گفتن تعویض جایز هست شرایط خاصی رو در این زمینه مد نظر قرار دادن. گفتن با این شرایط جایز هست. گفتند که حتما باید از آیات قرآن کریم باشد یا به زبان عربی باشد، این شرط اول هست. و شرط دوم این حتما باید واضح و خوانا باشد که بفهمیم که در واقع چی بوده، این آیه دعایی هست چی هست. این که اعداد و ارقام نباشند، اشکال هندسی نباشند، رمز و رموزی نباشند، در اون در واقع استمداد از غیر الله نباشه یا محمد نباشه یا جبرائیل نباشه یا بقیه شرکیاتی که در بسیار از تعویض‌ها در واقع وجود دارد، این گونه نباشند. برخی از علما گفتند اگر این شرایط فراهم بود تعویض درسته. اما با توجه به این که ما ببینیم تعویضی رو که آیه قرآن رو الله متعال برای این نازل نکرده که ما قرآن رو بنویسیم تعویض بکنیم برگردن خودمون آویزان بکنیم، و این به نظر من یک نوع اهانت و توهین قرآن کریم هست. یک فردی این را تعویض رو می نویسد بر گردن خودش آویزان می کند، اولا که این عمل ثابت نیست. بالفرض این که بگیم خب شرکی مثلا در این تعویض در خود تعویض نباشد، خب این آیه قرآن باشد، انسان در حالت بیوضویی اینو برتنش هست، در حالت جنابت برتنش هست، چه بسا در هنگام مخاربت هم اینو در بدنش بسته باشد، در حمام میره و در دستشویی میره و جاهای مناسبی که یعنی واقعا مناسب نیست که آیه قرآن رو ببرن، یا در هنگام خواب چه بسا این زیر بدنش قرار بگیرد بخوابد، و در تمام اینها یک نوع اهانت هایی هستند به آیات قرآن که به هیچ عنوان در واقع چنین چیزی جایز نیست. پس بنابراین همان بهتر که از چنین چیزی ما باید پرهیز بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم توله و تمیمه را، حتی تمیمه به معنی اون چیزی هست که انسان در واقع بر گردن خود آویزان میکنه، تمام اینها را شرک شمردن بدون اینکه تفاوتی قائل باشند که از آیات قرآن باشد یا از آیات غیر قرآن باشد. و فقط یک دسته از علما که در واقع اینو جایز قرار دادن در صورتی که تعویض از آیه قرآن نوشته باشد اینو گفتن جایز
جایز هست، اما باید حتما مراعات بکنند که در حالتهایی که بر طهارت نیستند، در حالت جنابت هستند یا وقتی که میخوابند یا وقتی که در حمام میروند، حتما باید این رو کنار بگذارند، به هیچ عنوان اهانتی نکنند به این آیات قرآن کریم. و همون گونه که من عرض کردم نظر بنده و بسیاری دیگر از علمای معاصر این است که تعویض در هیچ صورتی جایز نیست، نه اینکه از آیات قرآن باشد، زیرا که این یک نوع توهین هست، سوء استفاده از آیات قرآن هست و یک دکانی رو هم باز کردید برای سوء استفاده از مردم. و همچنین خود این آویزان کردن آیه قرآن بر بدن این هم یک نوع سوء استفاده هست و الله متعال چنین اجازه در واقع به ما نداده و تعویض نه از قرآن ثابت است و نه از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و نه از عمل ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت و نه ائمه و خلفای راشدین. جزاکم الله خیر. اتاق فرمان لطف کنید شماره تماس بینندگان رو زیرنویس بکنید و بینندگانی هم که قصد دارن تماس بگیرن سوال شرعیشون رو آماده بکنن و بعد تماس بگیرن. پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنید. با سلام، من از ایران استان کردستان زنگ میزنم. یک شخصی میخواد توبه کنه ولی به زبان میتونه توبه کنه ولی با دلش نمیتونه توبه کنه. لطفا جواب بدین و تشکر. سوال این بیننده من چندان واضح نبود. با زبان یعنی توبه بکنن، یکی حساسیت داره قضیه توبه که توبه با دلم شرط بس. نه، ببین توبه یعنی تصمیم قلبی. اصل توبه یعنی همون تصمیم قلبی که انسان قبلا گناهی رو انجام داده، الان پشیمان هست از گذشته خود. حتما باید این موارد وجود داشته باشه. 3 مورد هستن که اگر این موارد و این شرایط وجود داشتن شما توبه کردید، وگرنه صرفا با زبان که تصمیم توبه را نداشته باشین این توبه شمرده نمیشود. انسان باید از گذشته خودش پشیمان بشود، از گذشته خودش پشیمان بشود، ناراحت بشود از این که چرا گناهی رو قبلا انجام نداده، این گناه رو قبلا انجام داده و این گونه نباشد که افتخار بکند و شکر بکند، خوشحال بشود که خوب شد که فلان گناه رو انجام دادم الان توبه میکنم. این توبه نیست، بلکه انسان باید بر گذشته خودش پشیمان باشد. دوم این که از این گناه باید دست بکشد، همراه با پشیمانی از گذشته الان که هست از این گناه باید دست بکشد. این گونه نیست که دستش آلوده به گناه هست با زبان میگوید من توبه کردم یا استغفر الله رو بر زبان بیاره. این توبه نیست. هم از گذشته پشیمان بشود، هم این که فعلا الانش از گناه باید دست بکشد، گناه را ترک بکند و در مرحله سوم باید تصمیم داشته باشد که من در آینده این گناه را انجام نمیدهم. اگر این گونه انسانی توبه کرد ولو این که با زبان هم توبه نکند، ولو این که با زبان هم توبه نکند، یکی در قلب خودش این تصمیم را گرفته، پشیمان هست از گذشته، الان گناه را ترک کرده و در قلبش تصمیم گرفته که من از این به بعد گناه را انجام نمیدهم، این توبه شرعی و قانونی هست. اگر با زبان بیاورد این فبها و اولا، این بهتر است. استغفر الله رو بر زبان استغفر الله العظیم الذی لا اله الا هو الحی القیوم که این خیلی مفید هست، یا همون استغفر الله ربی من کل ذنب اذنبته و اتوب الیه، یا هر دعای دیگری باشد، یا فقط همون استغفر الله تنها باشد، این هم در واقع محبوب هست، این هم کار جالبی هست. اما اصل توبه توبه‌ای هست که با قلب باشد. اگر منظورش این است که در واقع نمیدونم که این نیت قلبی ندارد یا یک کیفیت خاصی رو مد نظر این بیننده از این زمان بوده، من نمیدونم که ایشون واقعا چه منظوری داشتن. اما توبه اساسش و تار و پودش این است که انسان از گذشته پشیمان بشود، فعلا در حال حاضر گناه را ترک بکند و در آینده این تصمیم رو داشته باشد که من این گناه رو در واقع انجام نمیدهم. اگر چنین حالتی در قلبش به وجود آمده و در دلش هست، این توبه ایشون توبه درستی هست. جزاکم الله خیر. اتاق فرمان اگر تماس تلفنی بینندگان وصله لطف کنین بینندگان رو بگیرین و از بینندگان خواهش میکنم از طریق تلفن با ما صحبت کنن. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سلام. بفرمایید. وصال حق و صدای شما داره پخش میشه. سوال شرعیتون رو بفرمایید. سلام بر شما و مولانا. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. حضرت یاد سوال داشتیم. بفرمایید. یکم سوال، خونه ما در نو بچه به دنیا آمدگیه دختر، یکم نام باید نامی مسلمانی شمانیم، زکیه و مرسل، آیا این نام مسلمانی هست یا نه؟ زکیه و جواب میدادیم.
زکیه و مصحف زکیه و مرسل. مرسل. نام دومشون مصعب. مرسل. مرسل. بله انشالله پاسخ دریافت میکنم. سوال دیگه هم دارین؟ زنده باشین. نه رحمت. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. به سال حق و صدای شما داره پخش میشه. سوال شرعیتون رو لطف کنید بفرمایید. فقط بیننده گرامی از طریق تلفن با ما صحبت کنید. منتظر صداتون در تلویزیون نباشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. یه سوال داشتم در مورد قرائت بر روی قبور. وقتی می‌بینم ما که روی اصحاب ایستیم چی بخونیم؟ فاتحه بخونیم، قرآن بخونیم؟ درست هست یا نه؟ قبور. درست. خیلی ممنون از جناب شیخ عبدالقادر. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. لطف کنید کمی صداتون رو بلندتر کنید، صدا خیلی پایینه. علیکم السلام و رحمت الله. برادر آدمی که نمازش نیست لا اله الا الله مندونات مسلمان گفتن ممکن یا نه؟ بچه صداتون خیلی پایینه، یکم بلندتر صحبت کنید. سوالتون دوباره مطرح کنید. آدمی که نمازش نیست لا اله الا الله نمیدوند مسلمان گفتن ممکن یا نه؟ متوجه میشه شیخ؟ یعنی نماز نمیخواند و لا اله الا الله میگوید. نمیدوند لا اله الا الله نمیدوند بعد الله هم میپرساند همین چیزا هم بود. یعنی نمیتواند که لا اله الا الله را تلفظ بکند. ها؟ یعنی نمیتواند یعنی که لا اله سوالتون الا چیه؟ الله را بر میتونی زبان واضح‌تر بگی بیاورد؟ سوالو؟ کسی که لا اله الا الله نمیتونه بگه نماز؟ لا اله الا الله نمیدوند بله؟ الله هم میپرساند همین چیزا آدم ها. نمازش هم نیست برای آدم هم ده. آدم چه آدم؟ ممکن یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ببخشید چند تا سوال از جناب مولانا دارم. میشه بعد از برنامه زنگ بزنم؟ انشالله. الان سوالی ندارین؟ نه مرسی خدا. باش سلام باش. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. سلام. شبکه وصال هست؟ وصال حق و منتظر سوال شرعیتون هستیم. سلمان هستم از ایران که تماس می‌زنم. آقا سلمان در خدمت شما. ببخشید سوال داشتم. من افغانی هم اینجا حساب کار میکنم. این بنده خدا سالکار برای ما یک شماره حساب گرفتم. حساب این سود میاد مثلا بوز 30 تومن 40,000 تومن سود میاد. نمیدونم سودش چیکار کنم. برم مسجد به مستضعف یا خود استفاده کنم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. الو. بفرمایید بیننده گرامی. الو. یه سوال داشتم. بفرمایید. صداتون داره پخش میشه و سوالتون رو بفرمایید. لطف کنید از طریق تلفن با ما صحبت کنید. بیننده گرامی صداتون رو داریم میشنویم. بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین.
من مادرم اهل تسننه، پدرم شیعه است، چطور باید نماز بخونم؟ این یه سوال. بله. ظاهرا تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید سوال داشتم از خدمتتون. در خدمت شما هستیم. صداتون داره پخش میشه و سوالتون رو بفرمایید. از استاد خواستم سوال پرسم که اول وقت نماز جمعه از چه ساعت شروع میشه؟ یعنی مثلا موقع نماز جمعه بریم قبل از اذان دوم شروع میشه یا نه؟ ساعت تقریبا مثلا ساعت 12 اذان میده، مثلا ما ساعت 11 بریم اول وقت چه ساعتیه؟ بعد سوال دوم، غسل به چه طریقی بر انسان وارد میشه؟ یعنی فقط خروج منی از بدن یا طریقه دیگه هم هست؟ مرسی. تشکر میکنم بیننده گرامی. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سبحان الله، شما کیه؟ محمد انصاریه؟ ما عباسی هستیم، در خدمت شما هستیم. سوال شرعی اگه دارین لطف کنید بفرمایید. ما بسیار سوال دارم. التماس خیلی جمع محمد جان انصاری را ما سلام گویید. انشالله حتما. پس ما یک سوال پرسم مایله؟ انشالله حتما سلام میرسونیم. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی ما صدای بچه‌تون رو میشنویم، یعنی صدا پخش داره میشه دیگه. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. برادر عزیز، ما یک سوالی همین سیگار و نوشی که در وطن ما بسیار شیع شده، این رو بر ما باید خیلی خوب میشه. والا متوجه نشدم، اگر که واضح تر بگین، شماره تر بگین. در مورد سیگار و نوش حکمش در شریعت اسلام چیست؟ بله. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت حیاکم الله. سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بس کنید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. من عایشه هستم از لندن. خواهر عایشه از لندن، سوال شرعیتون رو بفرمایید. سوال شرعیتون رو بفرمایید. سوالم این است که من مدت 17 سال ازدواج کردم، اولاد نداشتم و الان شوهرم تصمیم گرفته که ازدواج دوم کنه. الان میخواستم بپرسم که شوهرم اصلا خرج و پول خرچی چیزایی مرا پیدا کرده نمیتونه. میخواستم از شما مشوره بگیرم گرامی که آیا بودنم با این مرد باید خوبه یا باید طلاق بگیرم. اصلا نمیدونم چی کار کنم. به این مدت هم که امرین بوده خیلی زجر و زحمت و خیلی خرابی داشتم باش. شما خواهش میکنم من یک راهنمایی کنید. خدا حافظ. عزیزتون با خدا. انشالله سلامت باشین. انشالله پاسخ رو دریافت میکنیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سوال حق است؟ به سوال حق و صدای شما داره پخش میشه. سوال شرعیتون رو بفرمایید. آقا من دیگر موضوع میخوام صحبت کنم اگر اجازه بدهید. مولوی دهقان هم تشریف دارند و صدای شما رو میشنوند. اجازه میدهید؟ بفرمایید. سوال شرعیتون؟ عبدالله. بفرمایید. چنانه که میدانید در تاجیکستان ظلم و ستم تمام سرحدها را گذشت. الو. بله زهرو. مثل چنانه شما میدانید ظلم و ستم در تاجیکستان تمام سرحدها را گذشت. حدها را گذشت.
بله. الو. صداتون واضح نیست، قطع وصل میشه. اگه لطف کنید دوباره تماس بگیرین متشکر میشم. الان تماس قطع شد. بیننده بعدی رو بگیریم. الو. سلام علیکم، بفرمایید. بینندگان گرامی، فقط وقتی که تماس وصل میشه از گوشی با ما صحبت بکنن و منتظر صداشون نباشن، چون که همونطور که خودتون هم میبینین کسانی که تماس میگیرن صدا قطع میشه یا مشکل پیدا میشه، به خاطر این قضایه هست. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو، صدای ما را دارید؟ بله، صدا شما واضح است، بفرمایید. آقا، چنانی که شما میدانید ظلم و ستم نسبت به دین اسلام در تاجیکستان تمام سرحدها را گذشت. اگر مقایسه کنیم با نسبت افغانستان و ایران، در تاجیکستان خیلی هم زیاد ظلم و ستم ادامه دارد. بله. و امکانیت هایی که الان قضیه اینجا سوال شرعیه برادر گرامی. اگر در این قضیه درباره سوال شرعی سوال یعنی دارین لطف کنین سوالتون رو این واضح بفرمایین. آقا جان، شما الان امکانیت های زیادی پخشی دارید. بله. شما اگه سوال شرعی دارین ما در خدمت شما هستیم. چون که بینندگان زیادی پشت خط هستن و منتظر سوالایشون هستن که سوال بپرسن. شما باید در مسائل تاجیکستان زیاد برآمد کنید. مثل برنامه بود که تقریبا یک ماه قطع شده است. انشالله به دستندکار انشالله گوشزد میکنیم. تشکر میکنیم از شما. تشکر میکنیم و مشکل برنامه تاجیکستان هم به خاطر مشکلات فنی که وجود داشت فعلا متوقف شده و انشالله دوباره از سر گرفته میشه. تشکر میکنم از بیننده گرامی. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. صدا واضح نیست. آخرین بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم. الو. بفرمایید بیننده گرامی. الان من سوالمو میتونم مطرح کنم؟ بله، صدا شما داره پخش میشه و سوالتون رو بفرمایید. این که یه بحث یا در ماه محرم یا سفر خواستگاری یا عقد نکنن، بحثش که سوالم همینه. بله. بله؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر، همینه. خدا نگهدار شما. سلامت باشین. تشکر میاد بینندگان گرامی و در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از مرگ مشو غافل، این چرخ زمان آخر بیرون کند از جسمت، این روح و روان آخر. از مرگ مشو غافل، این چرخ زمان آخر بیرون کند از جسمت، این روح و روان آخر. از تخت پر از نعمت ناگاه پذیرفتی، بیگانه شود از تو این نام و نشان آخر. دوری بکنند آن دم اولاد و عزیزانت، دوری بکنند آن دم اولاد و عزیزانت، بیزار شوند از تو یاران جهان آخر. یک گوشگکی شویند آن کل بودی بی جانت، آماده به تو سازند
آبی سر و جان آخر. کرباس به تو آرند از بحر کفن کردند، تا بر تو بپوشانند آن را به گمان آخر. تابوتی تو را گیرند از خانه به دوشی خود، تا قبر برند آنها چون باد دوان آخر. در قبر تو را مانند از شوکت انسانی، بابیل سرت ریزند آن خاک گران آخر. مردم همه برگردند از بام سری قبرت، در خانه خود مانی تنها تو بدان آخر. آن لحظه نکیر آید گوید که بگو بر من ربک ما دینک ای بنده آن آخر. از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخر، بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر. گوید که رسولت کیست اظهار بکن نامش، چون شخصی مسلمانی دانی همگان آخر. گویی به جوابی او من بنده سبحانم، پیغمبری من احمد آید به زبان آخر. از دین چی می پرسی من شکر مسلمانم، از لطف خدا سازی این گونه بیان آخر. خوشحال ملک گوید تبریک به تو جنت، در خواب عروسی شو چون شاه جوان آخر. انسانی که مشرک است این گونه به او گوید من چیزی نمیدانم از سود و زیان آخر. از خشم ملک گوید ای بی دین و لا مذهب، ضایع به کجا کردی آن عمر گران آخر. از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخر، بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر. آنگه به فغان گوید من غافل از این بودم، در خواب نمی کردم این گونه گمان آخر. با قهر ملک گوید ای ظالم نالایق، دوزخ بود آماده بر کی نگران آخر. یا رب تو عزیزی را مغلوب نگردانی، تا خم نکند پشتش این بار گران آخر. از مرگ مشو غافل این چرخ زمان آخر، بیرون کند از جسمت این روح و روان آخر.
الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لها. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا همونطور که مستحضرین اولین بیننده گفتن که نام دخترمون که به دنیا آمده گفتیم که زکیه یا مرسل بذاریم. آیا از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این یکی از حقوق اولاد هست، فرزندان هست که انسان باید یک نام زیبایی را بر فرزند خودش بگذارد و انتخاب بکند، زیرا که با این نام در روز قیامت ما و شما صدا زده میشیم. با همین نامی که امروزه ما بر فرزندان خودمان میگذاریم، هم در جامعه امروزی در دنیا و هم در روز قیامت با این نام در واقع ما صدا زده میشیم. و احیانا اگر نام معنی بدی را داشته باشد یا تداعی کننده یک امر بدی باشد، یک حادثه بدی باشد، این در واقع در روح و روان این فرزند تأثیر میگذارد، چه بسا که در جامعه مورد نقد قرار بگیرد و مورد تمسخر قرار بگیرد. در مورد نام زکیه و با هر دو تلفظش کنیم، چی بگیم که زکیه یعنی با رزه نوشته بشه، رزه کاف یا و های آخر که به معنی پاک هست. زکیه وقتی که با رزه نوشته بشود به معنی پاک هست و ذکیه که با دال و ذال نوشته می شود اونم به معنی دو تا معنی دارد. یکی به معنی هوشیاری هست، یعنی ذکی هست، زیرک هست، هوشیار هست، و این معنی دیگر به معنی خوشبو هست. ذکیه هم به معنی خوشبویی می آید و هم به معنی هوشیاری. هر دو تا این با هر دو تلفظ و هر نحوه نوشتاریش هر دو تا انشاءالله نامای خوب و مناسبی هستند، معنای خوبی رو دارن. اما اسم دومی که گفتم من دقیقا متوجه نشدم، مرسل بود، مرسال بود. به هر صورت اگر مرسل هم باشه این نام دخترانه نیست و از نظر معنیش هم معنی درستی رو ندارد. مرسل یعنی رها شده، کسی که در واقع صاحبی رو ندارد، ویل هست و رها شده، اینو میگن که مرسل هست. اسم مرسل نام مناسبی نیست، اما زکیه یا ذکیه هر دو تا اسمای مناسبی هستند، معنی خوبی رو هم دارند. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که قرائت بر روی قبور چه حکمی دارد و در کل سوالش این بود که در هنگام زیارت قبر چه کارهایی سنت است؟ ما در شریعت اسلامی در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اصطلاحی به نام قرائت بر قبور نداریم. یعنی این که مردم مسلمان بروند بر سر قبرستان قرائت بکنند. حالا این قرائت سوره فاتحه باشد یا به تعبیر قل والله را 3 مرتبه بخونند یا سوره یاسین را بخونند یا به صورت کلی مثلا قرآن را بردارند برن سر قبرستان بخونند، چون این حکمی نه از قرآن ثابت هست و نه از حدیث رسول الله ثابت هست و نه از عمل رسول الله و نه از عمل صحابه و اهل بیت و ائمه بزرگوار ما. هیچ کسی چنین بدعتی در واقع ثابت نیست و این بدعت هست بدین معنی که بزرگان ما سلف صالح ما هیچ کدام چنین عملی رو انجام ندادند که برای مرده قرائت بخونند. اما از این که ختم بگیرند برای مرده، هیچ کسی ختمی رو نگرفته. ما میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما توجه بکنید، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید هر شبی که نوبت من بود میگوید من به خاطر دارم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخر شب میرفتند به قبرستان بقیع و برای مردگان دعا میکردند. یعنی تا این اندازه ایشون پایبند زیارت قبور بودند. اما در هیچ روایتی نیامده، نه از عایشه و نه از غیر عایشه، که رسول الله صلی الله علیه و سلم سر قبرستان الحمد را خونده باشند، فاتحه را خونده باشند، یا اینکه سوره قل الله را خونده باشند، یا بعد از این که کسی رو دفن بکنند بگویند که الحمد قل الله بخوانید بر روح این مرده ببخشید. ما میدونیم همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، محبوب ترین همسرش حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها که سالها
انبیاها بعد هر وقت که رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی میکردند یا هدیه رو میفرستادند خونه دوستان خدیجه به خاطر وفای به عهد حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. عموی ایشان حمزه سید الشهدا بودند و از بس که رسول الله صلی الله علیه وسلم در اون جریان ناراحت شدند در شهادت حضرت حمزه رضی الله تعالی عنها که با اون طرز فجیع در واقع به شهادت رسیدن، جگر ایشان بیرون آورده شد. و همچنین دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت زینب، رقیه و ابراهیم فرزند رسول الله صلی الله علیه وسلم و دیگر خویشاوندان رسول الله، صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم که شهید شدند، ما در هیچ جای تاریخ و حتی در یک موردی صدها نفر از نزدیکان رسول الله و صحابه ایشون در جنگ ها شهید شدند، از دنیا وفات کردند، رسول الله صلی الله علیه وسلم برای یک از اونها یک فاتحه نخوند. ابوبکر، عمر، عثمان رضی الله تعالی عنهم، علی رضی الله تعالی عنه، هیچ کسی بر مردگان فاتحه نخوندند، قرائت قرآن نکردند، سوره یاسین رو نخوندند، نمیدونم سوره قل والله احد رو نخوندند. ما این دین رو از کی گرفتیم؟ از قرآن که نگرفتیم، از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم که نگرفته باشیم. صحابه چنین عملی رو انجام ندادند، ائمه ما چنین عملی رو انجام ندادند. بیارند یک کتابی رو از کتابای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که ایشون فرموده باشند که برای مرده شما الحمد قل الله بخونید، یا امام شافعی گفته باشد، امام مالک گفته باشد، احمد ابن حنبل گفته باشد، امام بخاری و مسلم گفته باشند. مطلقاً چنین چیزی وجود ندارد، نه در سنت رسول الله و نه در عمل صحابه و نه در گفتار و توصیه ها و آموزه های ائمه بزرگوار ما چنین چیزی وجود ندارد. اون چیزی که سنت هست متاسفانه مردم سنت را، اون چیزی را که رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه دستور دادن اونو فراموش کردن. خیلی واقعا جای تعجب هست. ما خودمان را مینامیم اهل سنت و الجماعت. یعنی چی؟ یعنی بر سنت رسول الله عمل میکنیم، همون گونه که جماعت صحابه عمل میکردن ما عمل میکنیم. الان شما بینندگان عزیز، من این سوال رو میکنم از شما و جوابش پیش خود شما. تمام هم از اون کسانی که سر مردگان و سر قبرستان الحمد فاتحه میخونند یا غیر از اونها، چند نفر از شمایی که الان جلوی گیرنده نشستید حرف مرا میشنوید دعای قبرستان رو بلدید؟ دعای قبرستان را که رسول الله صلی الله علیه وسلم هر وقتی به قبرستان میرفتند این دعا رو میکردن. این دعا رو کسی از ما بلد نیست، یا اگر بلدند افراد محدودی این رو بلدند. اون وقت در مورد الحمد قل والله همه امت اجماع کردند و میخونند. اگر کسی هم نخواند این در واقع به جای اینکه اهل سنت باشد این میگه فلانی مبتدع هست و نمیدونم خلاف مذهب عمل کرده. چون مذهبی وجود در هیچ مذهبی چنین چیزی نیست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام نداده، صحابه انجام ندادند. مذاهب این رو از کجا میآورند؟ اولاتر این است که زمانی که ما بر قبرستان رفتیم، بله زیارت قبرستان سنت هست، زیارت قبور سنت هست، از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما باید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انی کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها انها تذکرکم الاخره. من قبلا گفته بودم که به زیارت قبرستان نروید، الان اعلام میکنم الا فزوروها، بروید زیارت قبرستان را انجام بدید، فانها تذکرکم الاخره، زیارت قبرستان شما را به یاد آخرتتان میاندازد. این سنت از زیارت قبرستان. اما همون کسی که زیارت قبرستان را برای ما سنت قرار داده، دعای قبرستان را هم برای ما سنت قرار داده، دعایی را مشخص کرده. یکی از این دعاها این است که وقتی ما میرویم سر قبرستان دعا سلام بکنیم، السلام علیکم یا اهل القبور، السلام علیکم یا اهل القبور. همین که چیزی دیگر شما نگویید، بگید السلام علیکم یا اهل القبور، یعنی اینکه شما دعا کردید. السلام علیکم یعنی درود بر شما، سلامتی بر شما. و این دعای خیلی هست، السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا و لکم، یغفر الله لنا و لکم، الله متعال ما را و شما را ببخشد. انتم سلفنا و نحن بالاثر، شما قبلا رفتید ما پشت سر شما میاییم. این دعایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادند، میخوندند هر وقتی که میرفتند که این دعا را میخوندند. یا دعای دیگه السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین، این دعا هم ثابت است. دعاهای دیگری هم هست. حداقلش این است اگر ما نمیتوانیم که سنتی رو انجام بدیم، بدعتی رو انجام ندیم. و عمل کردن بر سنت خیلی راحت هست، خیلی راحت است. همین که شما سر قبرستان بروید و بگید السلام علیکم یا اهل القبور، این در واقع دعایی هست و شما سنت رو انجام دادید. اگر بیشتر از اینم بلد نباشید به زبان عربی دعا بکنید که پروردگار ما را و شما را ببخشد.
شما پیشواز ما هستید، شما قبل از ما رفتید، ما پشت سر شما میاییم. این دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما قرائت بر قبرستان یا اساساً قرائت برای میت از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم نه عملا ثابت هست و نه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی آمده که ما برای مردگان قرآن بخونیم و قرآن را تلاوت یا قرائت بکنیم. چنین چیزی در سنت رسول الله نیست. فقط دعای خیر هست. یه وقتی سر قبرستان میرویم این دعا را بخونیم: السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا و لكم انتم سلفنا و نحن بالاثر. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که کسی که لا اله الا الله نمیداند، سوالشون خوب واضح نبود ولی اینجوری مفهوم سوالشون اینجوری فهمیدیم که آیا کسی که لا اله الا الله نمیداند آیا میتوان به اون شخص گفت که مسلمان؟ کسی که در جامعه مسلمانان زندگی می کند، اعمال مسلمانی رو انجام میدهد، شاعر مسلمانان رو انجام میدهد، این در واقع مسلمان هست، ولو این که بنابر علتی و بنابر عذری نتواند جمله لا اله الا الله رو بر زبان بیاورد. یک فردی فرض کنید اصلا زبان عربی شاید بلد نباشد یا اصلا لال باشد، گنگ باشد، نمیتواند این رو بر زبان بیاورد، اما خودش اعتراف میکند من مسلمان هستم، اعمال اسلامی رو انجام میدهد، اصول و ارکان اسلام رو هم اعتقادی رو و هم در واقع عملی رو قبول دارد و بر آن عمل میکند، این انشاءالله مسلمان است. منتها کسی که توانایی این اقرار رو دارد حتما باید اقرار و اعتراف بکند. ایمان در نزد اهل سنت و الجماعت 3 تا اصل و 3 تا رکن داره: الایمان و اعتقاد بالجنان و قول باللسان و عمل بالارکان. ایمان یعنی این که ما در قلب خود باور داشته باشیم به یگانگی الله متعال و به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر زبان اینو اجرا بکنیم، بر زبان بیاوریم لا اله الا الله محمد رسول الله و عمل بالارکان، عملا ما نشان بدهیم که ما مسلمانیم، یعنی پایبند نماز و روزه و بقیه فرامین اسلامی و احکام اسلامی باشیم. این تعریف ایمان هست. کسی که این کارها را انجام بدهد مؤمن و مسلمان هست و اگر بنابر علتی عذری لکنت زبانی گنگ بود، لال بود، نمیتونست که بر زبان چیزی رو بیاورد، باز هم مسلمان هست و ایمانش قابل قبول هست. جزاکم الله خیر. آسلمان گفتن که صاحب کارشون براشون شماره حسابی باز کرده که سود میره روش و گفتن ماهی حدود 30,000 تومان سود میره تو حسابشون. با این سودی که از تو حسابشون هست چه کار کنند؟ اساسا انسان باید سعی بکند حسابی رو باز بکند که بر آن سود نیاید و بالفرض اگر بدون اختیار شما صاحب کار شما رو مجبور کرده یا از طرف خودش رفته حسابی رو برای شما باز کرده که بر اون سود میاد، این سود اساسا برای شما حلال نیست و حرام هست. 30,000 تومان باشد کمتر بیشتر که ماهانه یا سر سال میآید، این برای شما حرام هست. به هیچ عنوان نمیتوانید از این استفاده بکنید. در مفهوم اصلی و اساسی ربا شمرده می شود و نباید از آن استفاده بکنید، بلکه این رو باید از خودتون دفع بکنید. این تعبیر رو توجه بکنید. من نمیگویم که شما این رو صدقه بدهید، این رو خیرات بکنید، این ایصال ثواب بکنید، خیر، این رو از خودتان دفع بکنید، این مال رو از خودتان دور بکنید، نه به نیت ثواب بلکه به این نیت که من نمیتوانم از این مال استفاده بکنم، برای من جایز نیست. شما اینو میتوانید که به یک فرد دیگری در واقع هدیه بدهید و به یک فقیری باشد، به یک مسافری باشد، به یک زندانی باشد، به هر کسی که در واقع نیازمند هست یا در منافع عمومی مسلمانان اینو در واقع مصرف بکنید. این در واقع شما بدین گونه از این مال خودتان را نجات دادید. به نیت صدقه و خیرات این کار رو نباید انجام بدید، زیرا که این مال ربا هست و خوردن و استفاده کردن و صدقه دادن به نیت صدقه این رو به دیگران دادن هم برای شما جایز نیست. فقط به نیت دفع مال حرام باشد و خود همین عمل شما که مال حرام رو دفع کردید این هم خودش یک عمل خیری هست. ان شاء الله الله متعال شما رو پاداش میدهد که مال حرام رو از مال حلال خودتون جدا کردید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوال داشتن که متاسفانه ناقص بود سوالشون، ولی گفتن که مادرم سنی است و پدرم شیعه، من خودم نماز را چگونه بخونم؟ نمازی که اهل سنت و الجماعت میخونند دقیقاً ثابت شده از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع امت هست و نمازی هست که قطعاً رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه میخوندند و نماز صحیح هم این هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که نماز جمعه اول وقتش از کی شروع میشه؟ باید از اذان دوم شروع میشه یا ساعت مشخصی داره؟
نماز جمعه وقتش دقیقا همان وقت نماز ظهر هست. وقت نماز ظهر و وقت نماز جمعه دقیقا یک چیز هستند، با هم دیگر تفاوتی را ندارند. یعنی از لحظه زوال، از به محض اینکه سایه برگردد و وقت شرعی ظهر شروع می شود، اون وقت شرعی نماز جمعه هم هست. هیچ گونه تفاوتی در این زمینه در واقع با هم دیگر ندارند. من نمیدونم که شاید متفاوت از در برخی از جهان حتی اذان اول رو در وقتی میدهند که وقت نماز ظهر هست، وقت نماز ظهر داخل شده. اگر واقعا اذان بعد از دخول وقت گفته می شود، خب وقت نماز ظهر است. اگر نه، بعضی جاها عادت هستند که قبل از زوال اذان بدن، اذان اول در واقع در وقت جمعه گفته نشده. وقت جمعه و وقت ظهر هر دوتا یکی هست و آغازش بعد از زوال هست، یعنی بعد از اینکه سایه در واقع بر بگردد تا زمانی که وقت نماز عصر باشد. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که چه زمانی غسل جماع فرض می شود؟ غسل، واجبات غسل که برای انسان‌هایی که در واقع مکلف هستند، به بلوغ رسیدند، میتونه که در 2 مورد یا 3 مورد اینو خلاصه بکنیم. اولیش جماع هست، همبستری. جماع و همبستری که چه از طریق حلال باشد یا حرام باشد، یعنی آمیزشی صورت بگیرد در میان یک مرد و در میان یک زن، ولو این که انزال نباشد، ولو این که انزالی صورت نگیرد. به محض این که با هم دیگر آمیزش کردند، به تعبیر فقهی دخولی انجام گرفت، یعنی این که غسل بر هر دو طرف واجب هست، ولو این که ارضا نشده باشند و انزالی صورت نگرفته باشد. این صورت اول هست. صورت دوم این هست که در واقع انزالی صورت گرفته باشد، چه غیر از حالت جماع باشد، چه عمدی باشد یا غیر عمدی باشد، چه عمدی باشد یا غیر عمدی باشد. عمدی مانند استمناء یا غیر عمدی مانند این که کسی در خواب باشد، خواب ببیند و در خواب انزال بشود و لباسش کثیف بشود، معنیش این است که در واقع غسل بر چنین شخصی واجب شده. با خروج منی که همراه با شهوت و لذت باشد، غسل بر انسان واجب می شود، چه در حالت خواب باشد چه در حالت بیداری باشد. اضافه بر این به مجرد آمیزش ولو اینکه انزالی صورت نگیرد، در این صورت هم غسل بر انسان واجب می‌گردد، بر هر دو نفر، هم بر مرد و هم بر زن. تشکر می‌کنم از شما. بیننده بعدی در مورد حکم سیگار و ناس پرسیدن که چه حکمی دارد؟ سیگار و ناس و تمامی مخدرات در هر حد و در هر سطحی باشند، تمامی مشروبات و دخانیاتی که موجب نشگی میشوند و مستی آور هستند، تمام اینها از نظر شرعی حرام هستند و استفاده ناس و سیگار و قلیون و بقیه مواد مخدر از نظر شرعی جایز نیست و حکمشون دقیقاً یکی هست، هیچ گونه تفاوتی را با هم دیگر ندارند و از نظر شرعی حرام هستند. تشکر میکنم شما. خواهرمون عایشه از لندن گفتن که 17 سال است که ازدواج کردن بدون اینکه علاقه داشته باشن و شوهرشون الان میخواد زن دیگری بگیرد، همسر دیگری اختیار بکنند، ولی خود اون شوهر خرج و توانی را ندارد که حتی خرج زن اولش را بدهد. با این حال میخواد که دوباره ازدواج بکند. حالا سوال این خواهر است که آیا من باید با این مرد بمانم یا طلاق بگیرم، چون که واقعا در سختی هستم. از نظر شرعی در مواردی که واقعا یعنی یک نوع عدم باروری باشد و نازایی صورت باشد، خب از نظر ظاهری هم وقتی که ما نگاه بکنیم این قابل درمان هست. پزشک مراجعه بکنند، متخصصینی که در این زمینه هستند مراجعه بکنند و من امیدوار هستم که انشالله این مشکل حل بشود. بالفرض این که حل شدنی نیست، بالفرض این که حل شدنی نباشد و اساساً زن یا مرد در واقع که در این مورد حتما شاید این مرد که میخواد ازدواج بکند حتما دیگه ادعایی برای خودش دارد که هیچ عیب و ایرادی از اون نیست، در صورتی که هیچ عیب و ایرادی باشد و بالفرض این که با مراجعه به پزشک حل نشود، این حق قانونی مرد هست، میتواند که برود ازدواج بکند. اما زمانی که انسان برود زن دوم را بگیرد، به هیچ عنوان از حقوق زن اولش کاسته نمی شود،
تمامی حقوق برگردن شوهر کاملا هستن، هم خرجش هست، هم نفقهش هست، هم مسکنش هست و هم مبیتش هست که باید اگر دو زن دارد حتما شب در میان یک سر به این زن اولش هم باید سر بزند و اگر واقعا این مرد نیاز دارد و تنها راهش بر این است که باید ازدواج بکند از نظر شرعی اجازه دارد و من توصیه میکنم به این خواهرمون که صبر بکنند بر قضا و قدر الله متعال. و چه بسا مواردی بوده که بسیار من نمونه‌های خیلی زیادی رو دارم که مواردی پیش اومده که زن و شوهر سالها با هم دیگر ازدواج کرده بودند، بچه دار نمیشدن، به محض این که شوهر رفته زن دیگر گرفته زن اولش هم در واقع حامله شده و بچه دار شدن. شاید این اتفاق برای شما هم شاید افتاد و زندگی شما انشالله که بهتر بشود، اما بالفرض این که چون این اتفاقی هم نیفتاد شما صبر بکنید، این حق رو بدهید به شوهر خودتون و شوهر به هر زنی که وفادارتر باشد، اخلاقش بهتر باشد، بیشتر احترام بگذارد، بیشتر با سختی ها در واقع سازگار باشد، فهمیده تر باشد، مطمئن باشید که شوهر با این زن راحت تر خواهد بود و حتما با این اخلاق زیبا شما می توانید در قلب شوهر خودتون جایگاه خاصی را داشته باشید. و قضیه دیگر این است که شما بیایید مقایسه بکنید که الان اگر با این شوهر بمانید برای شما آینده شما بهتر هست یا این که به عنوان یک زن بیوه باشید که چه بسا کسی بعد از این هم با شما ازدواج نکند. قطعا در اون صورت بدبختی شما و مشکلات شما بیشتر خواهند بود. من توصیه می کنم که صبر بکنید بر این مورد و به جای این که بد اخلاقی بکنید اخلاقتون رو بهتر بکنید، بیشتر خدمت بکنید و اگر توانایی دارید سعی بکنید که خودتان را معالجه بکنید. و من توصیه می کنم به چنین افرادی، به این برادرمون و برادران دیگری که چنین تصمیمی رو دارن، در مرحله اول خصوصا وقتی که توانایی مالی ندارن سعی بکنند که هزینه ای رو که میتوانند فراهم بکنند برای معالجه خودشون یا همسر خودشون اینو هزینه بکنند. بعد از این اگر به هیچ عنوان امکان باروری و در واقع حمل نبود اون وقت دیگه مجبور هستند میتوانند که بران همسر دیگری رو انتخاب بکنند. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که آیا خواستگاری، عقد و ازدواج در ماه محرم صفر جایز است یا حرام است؟ در هیچ آیه و در هیچ حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم این نیومده که ما رو از ازدواج در ماه محرم و در ماه صفر در واقع منع بکنند. در هیچ آیه و در هیچ حدیثی از احادیث رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم چون این چیزی در واقع وجود ندارد و این هیچ ممنوعیتی نیست. در تمام ماه‌های سال و در تمام روزهای ماه شما می توانید ازدواج بکنید. این تنها در واقع ازدواج نیست. آیا اون کسانی که مراجعی که هستند، من این سوال رو می کنم از تمام شیعیانی که خودشان را پایبند می دونند، از مراجعی که این فتوا رو میدهند که در ماه محرم ازدواج کردن در ماه محرم و صفر 2 ماه پی در پی ازدواج جایز نیست، آیا وقتی که ازدواج جایز نیست هم بستری هم جایز نیست؟ معنیش همین هست حتما که در ماه محرم و صفر کسی نباید با همسرش نزدیکی بکند، چون که ازدواج جایز نیست، پس بنابراین این هم نباید که جایز باشد. و فکر نمی کنم که عملا کسی از شیعه ها یا کسی از مراجع شیعه پایبند این باشد، گذشته از این که هیچ گونه دلیلی برای این وجود ندارد. غیر از این بالفرض که ما قبول بکنیم که به خاطر مصیبت وارده بر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ما این کار را نکنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم برش مصیبت هایی رو اومدند، مصیبت های بزرگی اومدند. ابو طالب فوت کردند در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و همسر ایشون حضرت خدیجه در یک سال در واقع فوت کردند که در حدی که اون سال را سال غم نامیدند، عام الحزن معروف است. اما بازم رسول الله صلی الله علیه و سلم اون در واقع مناسبت رو نگفتند کسی حق نداره در این روزها ازدواج بکنه، زیرا که این یادآور غم و اندوه من هست. فرزندان رسول الله فوت کردند، حمزه سید الشهدا در واقع فوت کردند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ عنوان نگفتند کسی حق ندارد که در سال روز شهادت یا وفات حضرت حمزه یا دیگری از فرزندان رسول الله حق ندارید که شما ازدواج بکنید، چون این چیزی وجود ندارد. بالفرض این من سوال میکنم آیا وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم مصیبت بزرگتری هست یا شهادت حضرت حسین رضی الله تعالی عنه؟ قطعا وفات رسول الله یا شهادت حضرت علی، شهادت حضرت حسن یا وفات حضرت حسن.
اینها مصیبتشون بالاتر هست. یعنی از نظر فضیلتی که داشتن ائمه، قطعا مقام حسن از حسین بالاتر هست، مقام علی از حسن بالاتر هست، مقام رسول الله از علی بالاتر هست. اینها وفاتشون و شهادتشون باید به طریق اولا باید چیکار میشد؟ ممنوع میشد که در این ماه شما نباید ازدواج بکنید. 12 تا امام دارن شیعه ها، یا 12 14 تا معصوم دارن. حداقل اگر غیرت دارن برای تمام معصومیشون خب اعلام بکنن. همون گونه که در تمام ماها، در ماهی که حسن وفات کرده یا علی از دنیا رفته یا زین العابدین و باقر و صادق و بقیه، مگر اونا رو ما دوست نداریم؟ مگر روز اونها ما آزاداری نمی کنیم روز وفاتشون؟ مگر مرگ اونها برای ما مصیبت بزرگی نیست؟ همهشون بزرگی هست برای ما. اگر واقعا صداقت دارن بیان اعلام بکنن که در هر ماهی که امامی و از دنیا رفته ازدواج در واقع حرامه، هم در اون سالگردش و هم در چلش. ببینیم کی میخواد که این در واقع ازدواج رو در واقع ازدواج بکنن. بلکه از این گذشته عملا وقتی که ما نگاه میکنیم حتی در روایات شیعه هست وفات حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها که بزرگترین مصیبت بر حضرت علی رضی الله تعالی عنه بود بدون اغراق. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترین مصیبتی که بر علی رضی الله تعالی عنه آمد شهادت حضرت علی رضی الله تعالی عنه، یعنی قبل از شهادتش بزرگترین مصیبتی که بر ایشان آمد همون وفات حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها است. اما حضرت علی رضی الله تعالی عنه بنابر روایات شیعه یک هفته بعدش یا در برخی روایات 9 روز بعدش اومدن ازدواج کردن. 9 روز بعد از وفات فاطمه زهرا ایشون اومدن ازدواج کردن با خواهرزاده فاطمه زهرا. با خواهرزاده فاطمه زهرا در واقع ازدواج کردند، امامه بنت زینب یا که نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. خب پس چرا حضرت علی رضی الله عنه صبر نکردند تا این 44 ماه بگذارند، این مناسبت ها بگذارند؟ یا باید در ماه ربیع الاول کسی نباید ازدواج میکرد؟ زیرا وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما خیلی سنگین تر هست از شهادت حضرت حسین رضی الله تعالی عنه. یا بزرگانی که بودن، حضرت حسن بوده، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، اینها مصیبت وارده بر اهل سنت و الجماعت یا بر تمام مسلمانان با وفات این بزرگواران بیشتر از وفات یا شهادت حضرت حسین رضی الله تعالی عنه بوده. همون گونه که عرض کردم اگر بخوایم که از روی دلیل و مدرک حرف بزنیم، هیچ گونه دلیل و مدرکی وجود ندارد، اما هوا و هوس هست و سوء استفاده از این در واقع حادثه تلخ تاریخی هست که در واقع در هر صورت شیعه میخواد که از این به نفع خودشون در واقع استفاده بکنن و مردم را به این گونه در واقع چه در غم نگه دارند یا اینکه به هر صورتی از اونها سوء استفاده مالی یا جانی بکنن برای حفظ مذهب خودشون، از اونها در واقع استفاده بکنن. وگرنه از نظر دلیل و مدرک نه در قرآن هست و نه در حدیث رسول الله هست و نه در اقوال ائمه هست و حتی از نظر عقلی هم هیچ گونه توجیهی رو نداره. در میان شهادت حضرت علی و شهادت حسین رضی الله تعالی عنه هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد، بلکه شهادت حضرت علی برتر و بالاتر هست. اما ما میبینیم که از نظر عقلی هم شیعه هیچ یکی از مناسبت ها و سالگرده های شهادت حضرت علی و دیگر فرزندانش را، اینها را به این گونه که در ماه محرم اعلام کردند و ازدواج و خواستگاری و در واقع شادمانی رو حرام کردند، در بقیه مراسم اینو حرام نکردند و این یک تناقض آشکار عقلی هست. سپاسگزارم از شما. بیننده از سنندج پرسیدن، گفتن که من شافعی مذهب هستم، اگر دستم به همسرم بخوره و نمازم رو بخونم آیا نمازم درسته اگرچه که از روی شهوت نباشه و ناخواسته باشه؟ در مورد این که آیا بعد دست زدن همسر در واقع وضو میشکند یا نمیشکند، این اختلاف معروفی از در میان فقها که تقریبا 3 تا نظر و 3 تا دیدگاه وجود دارد. اولین نظر شوافع هست که شافعی معتقدند که به محض این که زن و مرد دستشون به هم دیگر بخورد وضو شکسته. قطع نظر که از این که با شهوت باشد، بدون شهوت باشد، عمدی باشد، غیر عمدی باشد، اصلا متوجه بشوند یا متوجه نشوند که دستشون به هم دیگر خورده، پوست زن و مرد که به هم دیگر تماس پیدا بکنند، این نظر شوافی است که در واقع این شکننده وضو هست در مذهب امام شافعی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه یک مقوله رو دارند. ایشون میگن که وقتی که زن و مردی بدون شهوت هم دیگر را لمس میکنند، یعنی زن و شوهر که
بدون اینکه قصدی داشته باشن همدیگر را دست میزنن، این به هیچ عنوان یعنی یکی از موارد ضروری هست که به ضروره ما میدونیم که این موجب وضو نمیشود، نه ناقض وضو هست و نه حتی وضو گرفتن برای این مورد در واقع مستحب نیست. و این نظر اول هست که در این زمین نظر امام شافعی یا مذهب شافعی هست. نظر دیگری کاملا مقابل با این هست که در هیچ صورتی وضو نمیشکند، چه این که عمدن باشد یا غیر عمدی باشد، حتی از روی شهوت هم که باشد، چه با شهوت چه بدون شهوت، چه عمدی چه غیر عمدی. بنابر نظر امام ابو حنیفه و مذهب احناف به هیچ صورت این ناقض وضو و شکننده وضو در واقع نیست که این وضو را در واقع نمیشکند. و برخی دیگر از فقها مانند فقهای مالکیه و علمای حنابله یک تفاوتی رو قائل شدند که اگر با شهوت باشد شکننده وضو هست، اگر بدون شهوت باشد این شکننده وضو در واقع نیست، که میخواستند هر دو طرف رو در واقع قول وسط و میانه رو در اینجا انتخاب بکنند. اما با توجه به سیرت رسول الله و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم، من عرض میکنم که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در اینجا راجح هست و بسیار قوی هست و دلایل خیلی قوی رو دارد. اولا این که روایتی هست که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اینو روایت میکنه، در صحیح مسلم هست، در صحتش هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. ایشان میگه که من یک شبی رسول الله صلی الله علیه و سلم را گم کردم، یعنی از بستر خواب من گم بودند ایشون، من ندیدم ایشون رو، یعنی هرچی گشتم ایشون رو پیدا نکردم و با دست خودم تو اتاق میگشتم دنبال رسول الله صلی الله علیه و سلم، فالتمست فوقعت یدی علی بطن قدمیه. میگه من همینجوری که دنبال رسول الله میگشتم، دست من در وسط پاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، کف پاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم اصابت کرد که و هو فی المسجد و هما منصوبتان، که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد بود، یعنی در حالت نماز بود، در حالت سجده بود و پاهاش اینجوری منصوب بود، یعنی به صورت عمودی بودن و دست من پشت پاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع اصابت کرد. که خب این صراحتا داره که پوست حضرت عایشه دستش با پای رسول الله صلی الله علیه و سلم اصابت کرده، اما در هیچ روایتی نیومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز رو شکسته باشند به خاطر اینکه وضوش در واقع شکسته باشه. اضافه بر این روایت دیگری هست در سنن ابو داود هست و دیگران هم این روایت کردند از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که ان النبی صلی الله علیه و سلم قبل امرأة من نسائی ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از همسرانش را بوسیدند و بعد از آن به نماز رفتند، برای نماز رفتند و وضو هم نگرفتند و وضو هم در واقع نگرفتن. ابن جریر طبری رحمت الله علیه و علامه زیلعی رحمت الله علیه که از علما و محدثین بزرگ احناف از علامه آلبانی، ابن عبدالبر مالکی، تمام این بزرگواران گفتند که این روایت در واقع صحیح است. گرچه برخی از علما مانند امام نووی یا امام احمد رحمت الله علیه گفتند که این روایت ضعف دارد. اگر صحیح بود که صریح بود در این زمینه، منتها با توجه به روایت قبلی که عرض کردم، قول راجح در اینجا این است که با زدن همسر در واقع وضو نمیشکند، خصوصا اگر بدون در واقع شهوت باشد، بنابر روایت صحیحی که از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در این زمینه وارد شده و این قول راجح و برتر هست که دلیل‌های قوی‌تر و محکم‌تری رو دارد. تشکر میکنم از شما. بیننده پرسیدن که آیا حضرت یوسف علیه السلام غیر از زلیخا همسری داشتن و از آن همسر فرزندانی داشتن یا نه؟ اصلا آیا حضرت یوسف با زلیخا ازدواج کردن؟ خب اینو باید از کسانی که سر دفتر هستن و دفتر ثبت ازدواج و طلاق دارن باید بپرسن، ما که این سابقه رو نداشتیم. اما از شوخی که گذشته، حتی ازدواج حضرت یوسف علیه السلام با زلیخا هم ثابت نیست، اینش هم ثابت نیست، نه اینکه همسر دیگری داشته یا نداشته، حتی ازدواج یوسف علیه السلام با زلیخا هم ثابت نیست. گرچه بسیار از مورخین اینو ذکر کردن، مانند محمد ابن اسحاق در تاریخ خودش اینو آورده، مفسرین اینو آوردن، امام طبری آورده، ابو حاتم آورده در تفسیر خودش و بسیار دیگر، قرطبی و دیگران اینو ذکر کردن. منتها اینها روایات صحیحی که از رسول الله ثابت شده باشه یا تایید شده باشه چون این چیزی نیست، اما اینها روایات اسرائیلی هستند که
که ما به هیچ عنوان اینها رو نباید قبول بکنیم و نه قبول میکنیم و نه رد میکنیم. دلیل صحیح و صریحی که یوسف علیه السلام با زلیخا ازدواج کرده باشه که در برخی از روایات اسرائیلی اومده که ازدواج کردن دوباره با هم دیگر رو نمیدونم زلیخا دوباره دوشیزه شد، جوان شد، دوباره با هم دیگر ازدواج کردن، این روایات صحیحی نیست و دلیل صحیحی در این زمینه وجود ندارد. اینها را نمی شود تکذیب کرد و نمی شود که تکذیب و نه تصدیق. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن آیا گذاشتن ریش واجب است و آیا زدن یا تراشیدن آن حرام است؟ با توجه به روایات صحیح و صریحی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، مانند روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که متفق علیه از در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند احفوا الشوارب و اعفوا اللحی، سبیل های خودتان را، موی بالای لب خودتان را کوتاه بکنید و موی محاسن و ریش خودتان را در واقع آزاد بگذارید. و حتی علامه ابن حزم اندلسی رحمت الله علیه در مراتب اجماع رو نقل کردن در این زمینه که امت اسلامی و ائمه اجماع کردن بر این که کوتاه کردن سبیل و بلند کردن ریش در واقع فرض هست. اینو جزء فرایض در واقع قلمداد کردن، نه تنها گفتن فرض هست بلکه اجماع بر این هست که این جزء فرایض هست. ابن عبدالبر مالکی و بسیاری دیگر از علما گفتند که تراشیدن ریش جزء حرام هست و حتی جزء کبائر رو در واقع هم ذکر کردن. پس بنابراین کوتاه کردن سبیل ها و بلند کردن ریش ها از نظر شرعی یا واجب هست حداقلش، یا اینکه فرض است مانند گفته ابن حزم اندلسی رحمت الله علیه، و تراشیدنشون حرام هست و به هیچ عنوان نباید که انسان محاسن و ریش خودش را بتراشد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که برای خواندن نماز وتر هنگام خواب 3 رکعت باید با یک تشهد خوان یا 2 رکعت با یک سلام جدا و 1 رکعت در آخر جدا بخوانیم؟ در مورد وتر در این شکی نیست که وتر یکی از نمازهایی هست که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اون زیاد تاکید شده. در سنن ترمذی هست که ان الله قد امدکم بصلات، که الله متعال به شما یک نماز جدیدی رو داره که نماز وتر هست که بعد از نماز عشا و قبل از فجر در واقع خوانده می شود. وتر رو چندین کیفیت هست، یعنی 1 رکعتش هم خوندنش درست هست و 3 رکعت خوندنش هم درست هست، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، حتی 11 رکعت هم در واقع ثابت هست و کاملا صحیح هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح مسلم می‌فرمایند که الوتر رکعت من آخر اللیل، وتر 1 رکعت است در آخر شب خونده می شود. یا روایت دیگری که باز هم در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلات اللیل مثنی مثنی، نمازهای شب 2 رکعت هست و هر وقتی که یکی از شما ترسید که صبح بشود و فجر در واقع بدمد، صلی رکعتا واحد توتر له ما قد صلی، 1 رکعت دیگر بخواند که نماز قبلیش را وتر میکند. پس بنابراین 1 رکعت وتر هم جایز هست بدون شفع، بدون اینکه 2 رکعت باشه، و 3 رکعت خواندنش هم جایز هست. 3 رکعت رو خواندن 2 کیفیت دارد. یک کیفیت این است که 3 رکعت با 1 سلام بخواند، یعنی 3 رکعت با 1 سلام و با 1 تحیات بخوانند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اونگونه که در سنن نسائی و سنن بهقی اومده این رو نقل کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یوتر بثلاث لا یقعد الا فی آخرهن، 3 رکعت وتر میخوندند مگر در آخر نمی نشستند، یعنی در وسط بعد از 2 رکعت نمی نشستند. این روش اول هست. یا روش دومین است که 3 رکعت با 2 سلام بخوانند. عمل حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه است که 2 رکعت میخوندند، سلام میدادند و بعد بلند میشدند 1 رکعت دیگر میخوندند و در آخر میگفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه وتر میخوندند و این روایت صحیح است که در صحیح ابن حبان اومده. پس بنابراین هر دو کیفیتی که این بیننده من فرمودند، یعنی 3 رکعت با 1 سلام هم صحیح است و 3 رکعت با 2 سلام هم صحیح است. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى، قوموا إلى
نحيا ونرشف من شذا. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مردم را بشارت دهید و آنها را متنفر نسازید. وأشراف تقى قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما عزیزان. از اتاق فرمانم خواهش میکنم که پیام صوتی بینندگان را پخش بکنم. سلام، من از افغانستان زنگ میزنم. اتاق فرمان اگر پیام صوتی بینندگان آماده است لطفاً پخش کنید. گناهی یا نه؟ با تشکر. سلام، من از افغانستان زنگ میزنم. خواستم بپرسم نگه داشتن سگ گناهی یا نه؟ با تشکر. بله، تشکر میگن بنده گرامی. نگه داشتن سگ چه حکمی داره؟ در روایات صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، مانند روایتی که در سنن ابن ماجه هست از حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الملائکه لا تدخل بیتا فیه کلب ولا صوره، که فرشتگان در خونه‌ای که در اونجا سگ باشد یا تصویری باشد در اون در واقع وارد نمی‌شوند. و این روایت را شیخ البانی رحمت الله علیه تصحیح کرده. و از نظر شرعی نگهداری سگ به عنوان یک اصل و یک حکم اصلی در واقع جایز نیست. نگهداری سگ به صورت کلی جایز نیست، مگر که اینکه در این زمینه استثناءاتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده. به طور مثال در صحیح مسلم روایتی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در این زمینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من اقتنا کلبا لیس بکلب صید ولا ماشیه ولا ارض فانه ينقص من عمله كل یوم قیراتان. هر کسی که سگی رو نگهداری بکند در منزل، هر کس که سگی رو در منزل نگهداری بکند که اون سگ در واقع سگ شکار نیست، یعنی برای شکار و به هدف شکار نباشد، یا به هدف نگهداری از مزرعه نباشد، یا به هدف نگهداری از در واقع گوسفندان و گله گوسفندان نباشد، هر روز از عمل اون 2 قیرات کم می شود. هر روز از عمل اون 2 قیرات کم می شود. این روایت صحیح مسلم هست و در روایت صحیح بخاری اومده که در واقع 1 قیرات. در این روایت صحیح مسلم اومده که 2 قیرات در واقع از عمل اون کم می شود. این 3 مورد استثناء شده در این مورد، یعنی سگی که برای شکار هست، عملا انسان با اون شکار می شود، سگ تعلیم یافته‌ای هست و با اون شکار می کند، و سگی که برای نگهبانی و پاسبانی از گله هست، و سگی که برای حفاظت مزرعه هست. اینها در واقع در حدیث صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدند که اینها استثناء هستند. یک مورد چهارمی هم هست که فقها اینو در واقع اضافه کردند بر این موارد، که سگی که برای نگهداری و حفظ خونه باشد، برای حفاظت خود انسان، برای حفاظت خونه‌ای که از دزد و افراد دیگر اینو در واقع حفاظت بکند و نگهداری بکند، اینو اضافه کردند که این 4 مورد جایز هست. یعنی سگی که برای شکار باشد، برای حفظ گله باشد، سگی که چوپان همراه دارد، سگی که برای مزرعه هست و سگی که برای حفاظت از دزد هست و برای حفاظت خونه هست. و از دقیق وقتی که بنگریم همون سگی که برای شکار هست، یا همون سگی که برای مزرعه هست، یا برای
گله گوسفند از اون در واقع یکی از موارد استفادهش همون حفاظت از خود خونه هست، در واقع جز این حدیث در واقع قرار میگیرد. اما غیر از این مواردی که باشند بدون دلیل کسی در خونه سگ نگه داشته باشند، این وعید اومده که در واقع هر روز 2 قیراط از اجر و مزد اون از اعمال اون نیک اون در واقع کم میشن به خاطر این عمل نامناسبی که انجام دادن. یک لطیفه رو عرض بکنم در اینجا در مورد حدیث ابن ماجه که من قبلا عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در خونه ای که سگ باشد در واقع فرشتگان نمی روند. البته من این نکته رو عرض بکنم در این که بالفرض این که در یک خونه سگ باشد وقتی که فرشتگان نمی روند معنیش این نیست که نماز اهل خونه درست نیست. نماز اهل خونه، کسی که در اون خونه هست نماز میخوند، نمازش هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و فرض از گردن اون در واقع ساقط شده و نمازش صحیح است. یکی گفته بود از یکی از علما نقل شده این مطلب که گفته بود که من همیشه با خودم یک سگی رو همراه میبرم یا در خونه وقتی که میخوابم یک سگی حتما کنار من هست تا اینکه اسرائیل، البته کلمه اسرائیل دیگه یک ثابت نیست از حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان نام فرشته مرگ که ملک الموت یعنی فرشته مرگ نیاد. شما میگه در خونه ای که سگ باشه فرشته نمیاد، من این سگ همیشه کنارم هست و که اسرائیل یا همون ملک الموت نیاد و روح منو قبض نکنه. اون عالم با زیرکی گفته بود که نه، اون اسرائیلی که همیشه در واقع روح انسان ها را قبض میکند اون نمیاد، اما اون فرشته‌ای که روح سگ ها را قبض میکند اون میاد دیگه، اون نمیشه جلوشو بگیریم. این واقعیتی هست ولو اینکه حکمتش برای ما واضح و آشکار نباشد و روایات صحیح و صریح در این زمینه وجود دارند. انسان باید سعی بکند که این موارد رو حتما باید اجرا بکنند، پایبند این موارد باشند. سگی که بدون منفعت هست نگه داشتنش در خونه هم در واقع هیچ گونه مزیت و هیچ گونه فایده‌ای رو نداره. سگی که برای شکار باشد، برای حفظ مزرعه باشد، حفظ گله باشد یا برای خود حفظ و نگهداری خود خونه از دزد باشد، اینا جایز هست و موارد دیگر در واقع جایز نیست. تشکر میکنم. و خصوصا اگر این سگ‌ها اذیت و آزاری رو به مردم برسانند، این دیگه یک مورد اضافه از اصل حکمش هست. این وقتی گزندشون به دیگران، به همسایه برسد یا حتی از صدایشون مثلا مردم رو، همسایه رو اذیت و آزار بکند یا رهگذران رو اذیت و آزار بکند، اون دیگه که در واقع حکمش رو سخت‌تر میکند از این موردی هم که هست که اذیت و آزار مسلمان هم شامل میشود. جزاکم الله خیر. پیام صوتی بعدی برنده رو پخش کنید. الو، منم جمشید از ایران دارم زنگ میزنم. حالا از سن چند سالگی مثلا زنان میتونن نماز بخونن؟ بله. تشکر میگم بیننده گرامی، بفرمایید. متوجه نشدم سوال شما. این دختر یا زن از چند سالگی میتونه نماز بخونه؟ در مورد سن بلوغ یا سن تکلیف، اون چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده احتلام هست، یعنی رسیدن به بلوغ. و برای مردان یک موارد مشترکی هست بین مردان و بین زنان و یکی این روییدن موی زائد هست. روییدن موی زائد بر بدن انسان، یعنی موی زیر ناف یا زیر بغل، اهم برای دختر یا برای پسر. این یکی از علامات بلوغ هست برای اینکه در واقع انسان به سن تکلیف در واقع رسیده باشد. این یکی از موارد هست. و مورد دیگر این است که به سن 15 سالگی برسند. به سن 15 سالگی برسند، هم برای هم پسر و هم دختر که سن 15 سالگی رسیدن اگر موارد قبلی نبود، یکی از مواردش سن هست. در این دو مورد با هم دیگر دختر و پسر یکی هستند، یعنی روییدن موی زیر ناف یا زیر بغل، این یک مورد، یا این که به سن 15 سالگی برسند اگر مورد قبلی نبود، این مورد دوم هست. و یک مورد دیگری هست که متفاوت هست با زن و با مرد، یکی دیگر احتلام هست، یعنی به اصطلاح مشاهده کردن منی هست که این نشانه بر بلوغ هست. و یک مورد دیگری خاص برای زنان هست که به اصطلاح همون عادت ماهیانه هست که هر وقتی در هر سنی که عادت ماهیانه شروع شد اون در واقع نشانه بلوغ هست. یکی از این موارد که باشد یا روییدن موی زائد باشد، یا رسیدن به سن 15 سالگی هست، یا مشاهده کردن آب منی هست، یا برای دختران این که شروع شدن عادت ماهیانه شون. و هر وقتی که اینها، هر یکی از این علامات که زودتر مشاهده شد، این به معنی این است که این پسر یا دختر به سن بلوغ و سن تکلیف شرعی رسیده و از اون به بعد باید حتما پایبند نماز و روزش باشد و احکام شرعی بر اون فرض هست. بله. جزاکم الله خیر. پیام صوتی بعدی رو پخش کنید. السلام علیکم. خدا قوت.
استاد 2 سوال داشتم. یکی این که ذکر بعد از نمازهای سنت بدعت یا خیر؟ بعد دومین سوالم اینه که مهری که متعلق به دختره از قرآن کریم ثابته یا خیر؟ این 2 سوال پاسخ بدین. جزاکم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم بیننده گرامی. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سوالشون در مورد ذکر بعد از نماز. ذکر به صورت کلی جایز هست، یعنی قطع نظر از اوقاتی که هر وقتی که باشند. برای شما که به صورت منفرد هستید یعنی تنها نماز میخونید جایز هست. میتوانید که بعد از نماز جماعت هم، یعنی بعد از نماز فرض هم میتوانید ذکر بکنید. اذکار وارده‌ای که هست مثلا 33 بار سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله یا بقیه اذکاری که وجود دارن شما میتونید اونها رو بخونید. و هم بعد از نماز سنت و البته اون ذکرهایی که بعد از نماز فرض هستند اینا بعد از نماز سنت در واقع وجود ندارند. اما اگر کسی خواست که همون اذکار رو بعد از نماز سنت هم بخواند یا اذکار دیگری، باز ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد، به شرط اینکه به صورت ذکر دست جمعی نباشد. ذکر دست جمعی نباشد به صورتی که همه حلقه بزنند یا همه یک صدا مثلا این اذکار را بخونند، این گونه نباشد. و ذکر کردن بعد از نمازها اهم از این که نماز فرض باشد یا نماز سنت باشد ذکر خواندن جایز است و اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. و مهریه آیا از قرآن ثابت شده؟ در قرآن هم هست و آتوهن صدقات نحله که صدقات که در اینجا به معنی مهریه هست، هم در قرآن در چندین آیه اومده و هم در احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم هم آمده و اصلش از قرآن و سنت هست. جزاکم الله خیر. پیام بعدی بیننده رو پخش کنید. سلام علیک دارم خدمت شما دوستان محترم. من مسعود هستم از بحرین و خدا انشاءالله شما رو برکت دهد. سوال من این است که کسی که باید برای کسی عمره بکند باید چه نیتی بکند و چند بار باید از صفا تا مروه برود و چند بار دور خانه خدا طواف کند و چند نیت کند و چند نیتی باید بکند که بگوید و چند نیتی باید بکند که بگوید. بله. تشکر میگم بیننده گرامی. برای در واقع حج یا عمره از غیر، یعنی برای کسی دیگر بخوان حج و عمره بکنند، یک از عباداتی است که جایز هست که برای مردگان یا برای کسانی که معذورند یا مثلا بیمارند افتادند در بستر بیماری افتادند و امید بهبودی نیست، جایز هست از نظر شرعی کسی رو مثلا وکالت بدهند که برایشون حج یا عمره رو انجام بدهد، یا کسی که از دنیا رفته شما می توانید که به نام اون در واقع حج و عمره رو انجام بدید. از کجا مشخص بشود که این عمره برای میت هست یا برای فلان شخص؟ شما اسمش را میبرید. وقتی که نیت میکنید در اونجا اسمش را میبرید که من برای فلانی عمره میکنم، من برای فلانی مثلا حج میکنم، یا مثلا به طور مثال نویت عمرتن مثلا لمسعود، یا حتی به زبان فارسی که من عمره میکنم برای مثلا مسعود. البته این که من میگم بر زبان میآورم اینش لازم نیست. همین که در قلب شما اراده کردید من برای مسعود یا برای فلانی، برای فلان مرده خودم، برای فلان دوستی که از دنیا رفته میخوام عمره بکنم، همین نیت قلبی شما در واقع کفایت میکند. همین که شما حرکت کردید در قلب شما این است که برای فلان مردهتون، برای فلان عزیزتون در واقع بروید عمره بکنید، این نیت شما کاملا درسته. وقتی که نیتتون برای خودتون باشد عمره برای خودتون هست. وقتی که در نیت هست که مثلا برای فلانی عمره بکنید، همین نیت در واقع کفایت میکند. حتی یعنی بر زبان آوردن نام اون شخص هم بر شما لازم نیست. بالفرض اگر خواستین بر زبان بیاورید میگید من عمره میکنم برای فلان شخص. این در مورد خود نیت عمره برای فرد دیگر، یعنی نام اون را مثلا یا بر زبان می آورید که بر زبان آوردنش زیاد لازم نیست، این که در قلب شما باشد تصمیم گرفتید که برای فلانی در واقع عمره رو انجام بدید. اما خود نحوه انجام دادن عمره 3 تا رکن اصلی دارد. یکی احرام هست، یعنی حتما انسان باید محرم باشد، اون لباس عادیش رو بله اصلش احرام، یعنی به صورت یک رکن باید این که احرام بپوشد. خب یعنی که احرام بکند، یعنی همون نیت عمره رو در واقع داشته باشد.
این یک مورد هست. و رکن دیگرش طواف هست، یعنی طواف بین دور خانه کعبه رکن دومش هست. و رکن سومش سعی بین صفا و مروه هست، سعی بین صفا و مروه. طوافش که 7 مرتبه هست، یعنی 7 شوط و 7 دور باید بگردد. یعنی از برابری حجر اسود وقتی که شروع میکنند یک دور کامل وقتی که زد دوباره به حجر اسود رسید، این معنیش این است که یک شوطی رو شما رفتید 7 مرتبه این کار رو باید انجام بدن. 7 مرتبه از اونجایی که چراغ سبز هست یا اون لامپ سبزی هست یا موازات باب کعبه یا اون زاویه‌ای که حجر اسود هست از اونجا شروع بکنند. وقتی که دوباره به اینجا رسید این یک شوط هست، 7 شوط رو به این صورت کامل بکنند. این می شود 7 شوط که این جزء فرایض و ارکان عمره هستند. و رکن دیگرش طواف یا سعی بین صفا و مروه هست، بین صفا و مروه، یعنی از صفا شروع بکند برود تا مروه، از مروه برگردد دوباره بیاید به صفا. این رفته این 7 شوط اینجا هست، 7 شوط اونجا بودن، 7 شوط در اینجا هست. اما تفاوتی که در اینجا وجود دارد رفتن یک مرتبه حساب می شود، برگشتش یک شوط دیگر حساب می شود. یعنی لازم نیست که شما 7 مرتبه از صفا بروید تا مروه و از مروه دوباره برگردید. نه، از صفا وقتی حرکت کردی رفتی به مروه این یک شوط حساب میشد. وقتی که دوباره برگشتید اومدید به صفا این در واقع شوط دوم هست، 2 شوط رو شما انجام دادید. یعنی شما وقتی که عمره رو انجام میدهید و این سعی بین صفا و مروه رو میکنید بگونی وقتی هفتمی بگونی میشود که شما مروه که برسید عمره شما تمام شد، یعنی سعی بین صفا و مروه تمام شده، زیرا که رفتن یک مرتبه حساب میشود، برگشت یک مرتبه دیگر در واقع حساب میشود. اینها در واقع ارکان عمره هستند: احرام بستن و طواف کردن کعبه و همچنین سعی بین صفا و مروه. و 3 مورد دیگر جز واجبات هستند، یعنی احرام از میقات، احرام از میقات یعنی حتما از میقات که از هر جایی که باشید از اون محدوده‌ای که مشخص هست از اون محدوده شما باید اون لباس عادی رو بیرون بیاورید و احرام رو از اونجا بپوشید. پوشیدن احرام از اینجا در واقع واجب هست، جز واجبات هست. و مورد دوم این است که اون لباس‌های قبلی رو انسان باید حتما نپوشد، لباس مخیطی رو، یعنی لباسی که به اندازه بدن شما هست به عنوان شلوار، زیر پیراهنی یا لباس زیر هست، اون چیز رو نپوشید. این مورد دوم هست. و مورد سومی که جز واجبات هست حلق هست. حلق یا تقصیر یعنی تراشیدن سر یا کوتاه کردن سر. اگر یک از این موارد سگانه رو که من عرض کردم جز واجبات هستند اگر کسی ترک کرد یک دمی بر اون لازم میشد، یعنی یک گوسفندی رو باید در واقع و در اونجا ذبح بکند. و بقیه مواردی که هستند جز سنت ها هستند، بقیه موارد جز سنت ها هستند، مانند 2 رکعت نمازی که بعد از طواف میخونند یا دعا کردن یا در واقع نوشیدن آب زمزم و همچنین سنت هایی که در خود طواف هست یا در خود سعی بین صفا و مروه هست، اونها جز سنت ها هستند. این مواردی که من عرض کردم جز اساسیات هستند، جز ارکان و واجبات هستند. بعد از این که طواف سعی بین صفا و مروه رو انجام داد و سرش رو تراشید یا موهاش رو کوتاه کرد در واقع عمرش هم تمام شده. بله، جزاکم الله خیر. پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از تاجیکستان، من یک خواهر اسلامی شما که من 3 بار می شود که به شما همین سوال خود را روان میکنم با تلفن موبیلی، لیکن جواب نمیگیرم. از شما احترامانه خواهش میکنم که سوال من جواب دهید. سوال من چنین است: در ماه رمضان از برنامه‌های شما که استاد عبدالقدوس دهقان طرز نماز خواندن را نشان داده بود، سوال کرده بودم که فرقیت زن و مرد هنگام سجده کردن یک فعل می باشد، لیک جواب نگرفتم. من یک حدیث خواندم که باید دست خود را مانند سگ نگذارید هنگام سجده کردن، لیک به ما استادان تاجیکستان میگویند که این حدیث برای مردها هست، برای زنها باید خود را در زمین چسبانده سجده کنند. من میخواهم که از دهان استاد عبدالقدوس دهقان شنوم طرز درست سجده را. التماس جواب را که میبینم و میفهمم. التماس به سوال من جواب دهید. من خیلی از که این سوال را جواب شد انتظارم. به همه شبکه شما تشکر میگویم و بسیار بسیار منتظرم. ما از شما بسیار چیزها رو آموختیم، بسیار چیزها، نماز خواندن و طرز قرآن تلاوت کردن رو ما بسیار خطاگی داشتیم، لیک از برنامه های شما بسیار خطاگی خود را اصلاح کردیم.
از شما التماس میکنم که به همین سوال من جواب دید. من خیلی هست که همین سوال را از شما انتظارم جوابش رو. بله من تشکر میکنم از این خواهر و این حرفاشون نشون دهنده اینه که واقعا از کسانی هستن که برنامه رو دنبال میکنن و براشون این قضایا مهم است. این سوال قبلا هم در SMS هم بود، ظاهرا برنامه آموزش نماز تاثیرات خوبی داشته و بینندگان در این زمینه هم سوالای زیادی دارن. بله من گونه که من قبلا هم توضیح دادم در روایات از رسول الله صلی الله علیه و آله که این خواهرمون اشاره کردن روایت صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و آله نهی کردن ان یبسط احدکم کما یبسط القلب، یا حتی از اقعاء قلب، یعنی نحوه نشستنش در واقع که سگ می نشیند ما نهی شدیم. و هیچ این حدیث هم برای مردان هست و هم برای زنان هست. در هیچ روایتی نیومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این خطاب تنها به مردان باشد و برای زنان نباشد، بلکه برای همه یکسان هست. مکروهات نماز برای مرد و زن یکی هستند. واجبات نماز، ارکان نماز و هیئت و شکل ظاهری نماز برای مرد و زن دقیقاً یکی هست و هیچ گونه تفاوتی در میان نماز مرد و نماز زن وجود ندارد. فقط من عرض کردم برخی از فقها نظریاتی رو دارند که این نظریهشون مستند نیست، یعنی دلیل قوی از حدیث رسول الله یا از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم برای چنین تفاوتی وجود ندارد. همون گونه که رسول الله نماز می‌خوندند، حضرت عایشه هم نماز می‌خوندند، امهات المؤمنین هم نماز می‌خوندند. من قبلا گفتم از دردار رضی الله تعالی عنها هم ثابت شده این گونه نماز می‌خوندند. تفاوتی در این زمینه وجود ندارد، گرچه نظر برخی از فقها هست عمل کردن بر رأی رسول الله، بر عمل رسول الله، بر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اولاتر از رأی دیگران هست. پس بنابراین هیچ گونه تفاوتی در میان نماز مرد و زن در این زمینه وجود ندارد. من قبلا مفصلا توضیح دادم که روایاتی هم که در این زمینه اومده روایات ضعیفی هستند، قابل استدلال نیستند و با چنین روایاتی نمی شود تفاوتی در میان نماز مرد و زن را ثابت کرد. حتی این قضیه سگ و شباهت به سگ، بله اونم کامل، یعنی هم برای مرد هست و هم برای زن هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردن از این که انسان این بازوی خودش را و این ساعد خودش را بر روی زمین فرش بکند و این ممنوع هست، جز مکروهات نماز هست، هم برای زن و هم برای مرد. تفاوتی بین مرد و زن در این زمینه وجود ندارد. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از بینندگان نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لأزيل الحيرة من أمري، هنا علم وهنا نور وهنا